خانم ها آقایون سلام علیکم، من علی ام. به کانال خودتون فوتبال تیوی شو خیلی خوش اومدید. اینجا این با حسین جان عزیز از کانال خوب توپشناس می‌خوایم راجع به تحلیل مابقی تیم‌های لیگ‌های معتبر اروپایی صحبت بکنیم که تو ویدیو قبلی وقت نشد. حسین جون چطوری؟ خیلی خوش اومدی و سلام. سلام علی جان، به خودت و همه فوتبال تیوی شوهای گل که امیدوارم تا آخر این ویدیو همراهمون باشن و با حمایتشون بهمون انرژی بدن. یک سری هم کامنت گذاشته بودن تو ویدیو قبلی که منظورتون از لیگ های معتبر فقط پریمیر لیگ و همش شد پریمیر لیگ، که نه، پارت دوش اینجاست و میریم سراغش. بچه‌ها ما از اونجایی که فقط یعنی تیتر یادداشت می‌کنیم، قرار بود واقعا تو ویدیو قبلی جمع بشه، یعنی قرار بود بیایم راجع به 4-5 تا تیم دیگه هم صحبت بکنیم، ولی خب ویدیو ما محدودیت تایمی نداره. من خودم میدونم 2 ساعت و نیم طول کشید و ما هنوز توی پریمیر لیگ بودیم و اینجوری بود که دیگه نه واقعا، یعنی اگه قرار بود چون الان توی این ویدیو قرار راجع به بایر مونیخ، آس میلان، بایر مونیخ، میلان، پاریس، رئال، بارسا راجع به این 5 تا صحبت بکنیم و حالا یوونتوس و روم هم قرار بود باشن، ولی اون میره حالا برای یه ویدیوی دیگه، یه بازی که بکنن و دیگه تایم ویدیو میشد 5 ساعت، دیگه واقعا نمیگنجه. به اعتقاد ما واسه دیگه تایم مفید بیشتر 1 ساعت و نیم نباید باشه، دیگه اون 2 ساعت و نیم بود ویدیو و صرفا به خاطر همین بود. آره دیگه گفتیم اینا دو قسمتیش میکنیم دیگه، قربون شکل ماهتون برم. من بچه‌هایی هم که دونیت بکنن تو انتهای ویدیو بعدی راجع بهش صحبت میشه. البته این ویدیو هم دونیت و تاپ کامنت داریم، یه دونه که میخونیم. خیلی هم ممنون از شما، مرسی که ویدیوها رو میبینید، لایک میکنید، کامنت میذارید و خیلی ازتون ممنونم. خب حسین بریم شروع کنیم آقا، اگر موافق باشی. حتما راجع به خیلی از تیمایی که تو این ویدیو هست ذوق دارم که واقعا راجعشون صحبت بکنیم، چون کم پیش میاد در موردشون بخوایم خیلی کامل و موشکافانه بررسی بکنیم. حسین بریم اول از همه اگر موافق باشی سراغ بایر مونیخ. بایر مونیخی که این هفته ما تحلیل بازیشو داریم توی فوتبال تیوی شو، چون شنبه با دورتموند بازی داره، بازی خیلی مهم، و دورتموندی که امسال اونم حالا خوب شروع کرده. توی این ویدیو حالا نمیخوایم راجع به دورتموند صحبت بکنیم، ولی خب اونم وضعیت خیلی خوبی داره. من برم عین بچه‌ها ریتم ویدیو قبلی رو داره دیگه. انتظاراتمون چیه؟ چند تا بازی آینده بعضی از تیم‌ها، نه بایر مونیخ جزوش نیست احتمالاً، و راجع به صحبت راجع به یه سری از بازیکناشون دقیق عین اون ویدیو قبلی، صرفا برای تیم‌های دیگه. حسین بایر مونیخی که 6 بازی انجام داده، 18 امتیاز، هر بازی رو برده، 25 گل زده و فقط 3 گل خورده. و توقع چی بود؟ واقعا اول فصل چی فکر می‌کردی راجع به بایر مونیخ؟ فکر می‌کردی اینجوری شروع بکنن با این شکل وحشیانه؟ واقعا وحشیانه از نظر نوع خوب بچه‌ها، نه نوع بد. آره وحشیانه مثبت. بله قطعاً توقع از بایرن میره، ولی چیزی که واقعیت بود در نگاهی که داشتیم نسبت به بایرن بعد از بازی با پی اس جی که جمال مصدوم شد، بله، و انتظار میرفت اون خستگی جام جهانی باشگاه‌ها رو بهونه بکنن و اونقدر موتورشون روشن نشه، اما برعکسش رو کمپانی نشون داد. حالا من دقیق ترش رو هم بگم، در تمامی رقابت‌ها 10 بازی 10 برد، 38 گل زده و 3 گل خورده. خیلی در تمامی رقابت‌ها آره خیلی مقتدر کار کردن. 3 تا به چلسی تو آلیانز آرنا راحت از روی چلسی رد شدن. توی سوپرکاپ آلمان این کارو کردن هفته اول با لایپزیگ، و به نظرم وینسنت کمپانی تا اینجا جای انتقادی باقی نذاشته و باید ببینیم جلوتر توی فصل چیکار میکنن. و اینکه راجع به یک سری بازیکن‌ها من حرف زیاد دارم که در موردشون میرسیم و صحبت میکنیم. آره. حالا من بازیکنایی که خودم، چون من که نمیدونم تو راجع به کدوم بازیکن صحبت داری، ولی خب طبیعتاً شاید یکسان باشه. این نبودم تو میگیم راجعش جفتمون صحبت بکنیم دیگه. حسین میانگین 4.2 گل در هر بازی، چیکار دارم میکنن؟ ببین همون چیزی که گفتی منم موافقم. یعنی اولا که بایر مونیخ، خب حالا من نمیخوام راجع به بازی با چلسی صحبت بکنم، فقط توی آلمان نبود، یعنی اینو در مقابل چلسی هم نشون داد، حتی پارسال که در مقابل پاریس سن ژرمن، پارسال که نه، یعنی توی تابستون که داشت آره داشت جلوی پاریس بازی میکرد، اونجا هم نمایش خیلی خوبی رو داشت. ولی بعد از مصدومیت جمال شک و تردیدا نسبت به این تیم خب خیلی زیاد شد. اینا لوئیس دیاز رو گرفتن که نمیخوام بگم مبلغ کم بود، نه مبلغ خوبی رو براش پول دادن، اما اون خرید پرزرق و برقه نیست. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی مثلا خریدی مثل ویرتس نیست که ما بیایم بگیم اوه الان قراره تیم زیرو رو بشه. حالا راجع به لوئیس دیاز هم جلوتر صحبت می‌کنیم، الان صحبتشو باز نکن. ولی تیم حسین
تا اینجای کار خیلی با صلابت ظاهر شده، یعنی کوچیک و قوی و حالیش نیست واقعا، به صغیر و کبیر رحم نکرده و خیلی وحشیه، فرم فوق‌العاده‌ای داره و به نظرم نه تنها در آلمان ما انتظار اینو داشتیم که خب این تیم دوباره قهرمان بشه، در سطح مدعی اول دوم لیگ قهرمانان اروپا داره بازی میکنه بایر مونیخ و این چیزیه که تا اینجای کار به این شکل بوده از نظر من. ببین یه نکته‌ای که من خیلی دوست دارم راجع به بایر مونیخ صحبت بکنم که تو ویدیو قبلی راجع به سیتی به چشم نقطه ضعف حسین راجعش صحبت میکردم که میگفتم من اینو نیستم، اون که تنوع گلزن این تیم نداشته. خب 11 گل هری کین زده و لوئیس دیازی هم که جدید اومده حاجی 4 5 تا گل زده و این نشون میده که خط حمله بایر مونیخ، چون ما همیشه بایر مونیخ رو سالهاست به وینگراش میشناسیم دیگه، از روبری دیگه معروف ترینشون بودن دیگه. خب بعد اونم ولی کینزلی کومان خیلی خوب بوده، خودت آره داگلاس کاستا خیلی خوب بوده، مانه خیلی سانه تا یه بله سانه به قهرمانی رسید، بله خوب بود واقعا، سانه آخراش زد به خره واقعا. و الان داریم میبینیم که لوئیس دیاز آمده و خط حمله همون خط حمله‌ای که من میگم، یعنی خطر بالقوه وجود داره، هم از طرف هری کین که اصلا خب ما میدونستیم هری کین چه بازیکن فوق‌العاده یه بر کسی پوشیده نیست، اینو تو تاتنهام نشون داده و انقدرم با تجربه است که فکر نمی‌کنم کسی فکر می‌کنه مثلا هری کین بره جای فلاپ بشه، تو هیچ تیمی به نظرم این اتفاق براش نمیفته. چون جونم بگو شاید منچستر یونایتد اگر میاد اذیت نکن طرفدار خطره براش، یه تا کامنت هم داریم مربوط به تو راجع به یونایتد آخرش باید صحبت بکنیم. بچه‌های یونایتد میریزن سراغ سرت. آره نه ببین و راجع به خط حمله یه صحبتی داشته باش اگر دوست دارید، خیلی پویاست. اولیسه از این طرف، هری کین، چی بود این بچه اسمشو گفتم، لوئیس دیاز، بله و عالی دارن کار میکنن و جمال نیست، اینو فراموش نکنیم که درسته گنبری اونجا بازی میکنه، درسته بازیایی بوده که جکسون یکی دو تا بازی بوده فیکس بوده جلوتر و هری کین عقب‌تر بوده، اما کسی جمال نمیشه توی اون تیم بایر مونیخ و خیلی مهره بزرگیه. ولی داریم میبینیم که تیم لحاظ چی بهش میگن خلق موقعیت خیلی فوق‌العاده کار میکنه. اینم بگم پاس بدم به تو، شاید یه سری دوستان میگن آقا داره در آلمان این کارو انجام میده، من از تیم خودم مایه میذارم. وقتی که خلق موقعیتت کم باشه، همین رئال امسال ژابی آلونسو خیلی بازی‌ها بوده که 70% مالکیت داشته، مثلا اون اول فصل یه دوتا موقعیت هم نمیتونسته ایجاد بکنه رو دروازه حریف، تیمم که جلوش داشته بازی میکرده نمیتونه میگم اوه الان مثلا پاریس سن ژرمن جلوی رئال بوده، نه واقعا وقتی تو خلق موقعیت مشکل داشته باشی نمیسازی در مقابل هر تیمی. ولی اینو در مقابل چلسی هم نشون داد که تیم فوق‌العاده کار میکنه، این خط حمله واقعا خوبه. نظرت چیه؟ ببین در مورد خط حملهش نمیدونم چقدر با موافقی، ولی من در کنار اون مثلث یامال، لواندوفسکی، رافینیا، مثلث خویچا، دو دمبله، این مثلث بایر مونیخ رو هم که بهترینای دنیا میدونم، چون که جدا از کیفیت فردی هر کدوم که راجبش صحبت کردی، قبلا هم صحبت کردیم و اصلا دیگه بدیهیاته که ما بخوایم راجب هری کین و اولیسه و اینا صحبت بکنیم دیگه، داریم میبینیم که چقدر بازیکن با کیفیتی هستن، فوق‌العاده‌ان، ترکیبشون هم ترکیب جالبی از آب در میاد. یعنی اینو ما تابستون فکر کنم در پرونده بایر مونیخ گفتیم، آره فکر کنم پرونده دوم بایر مونیخ بود، آره که راجبش صحبت کردیم، چقدر این مثلثه این پازل هم دیگه رو تکمیل میکنن و لوئیس دیاز اون خریده بود که بایرن بهش نیاز داشت. یعنی بایرن هر وقت سراغ شماره 10 میرفت برای اون پست، ژاوی سیمونز، فلوریان ویرتز، ازه، این اسمایی که بهشون لینک میشد، چقدر مخالف بودم میونه کلمه دلچرکین بودم من اصلا نسبت به این مدل بازیکنایی که به بایرن میخواستن بیان. موافقم چون که 3 تا پروفایل بایرن داشت که در بازی بین خطوط بهترین های دنیا، جمال، کین، اولیسه، و نیاز به کسی داشت که این نظمه، این آرامشه رو به هم بزنه، اون مدل فوتبال آمریکای جنوبی، اون پشت دفاع رفتن، اون غیر قابل پیش بینی بودنی که لوئیس دیاز اضافه کرده به خط حمله بایرن، قشنگ این غذایی که بار گذاشته کمپانی رو طعم و مزه و ادویه‌شو یکسان چی بهش میگن درجه 1 کرده، به استانداردترین شکل ممکن رسوندتش. و باید در همین بازی‌های بوندسلیگایی بایرن همین صلابتی که میگی رو نشون بده که ما بخوایم پیش بینی بکنیم از اینکه این تیم در چمپیونز لیگ شانسی داره یا نه. آره. من تو تحلیل بازی چلسی بایرن که حالا قرار نیست اینجا
بیشتر بازش بکنیم. اونجا من گفتم که بایرن اونقدر رو به خودش فشار نیورد و کاری کرد که چلسی خودش به پای خودش شلیک بکنه و این نشون میده اون تیم خیلی خطرناکه. یعنی بایرنی که در روز فوق‌العاده خودش هم نبود میاد در چمپیونز لیگ یک بازی بزرگ سید یکی رو 3-0 راحت میبره. 3-1 البته. دو تا موقعیت دیگه هم داشت، یعنی بازیه براش سخت نشد اصلا. آره بازیه پتانسیل 5 و 6 هم داشت براشون. دقیقاً شانس بعدشون روز خوب سانچز بود کم هم پیش میاد ولی اتفاق افتاد و اون ترکیب خط حمله الان حتی با اضافه شدن جکسون جالب‌تر هم شده. اون نکته‌ای که میگی جکسون نوک هری کین 10 چیزیه که ما قبل از اینکه اجرا بشه پیش بینیش می‌کردیم، راجعش صحبت کردیم که اصلا ایده گرفتن ولت ماده هم همینه برای بایرن. یعنی بایرن به همین دلیل دنبال نیک ولت ماده رفته که اون رو نوک بازی بده و هری کینی که دائما دوست داره عقب بیاد رو دیگه 10 بذاره و این ایده جلوی یک سری از تیم‌ها در بازگشت جمال هم میتونه اجرا بشه. لوئیس دیاز روی نیمکت بشه به عنوان اون ایکس فاکتور از روی نیمکت بخواد اضافه بشه و جمال رو ما سمت چپ ببینیم، چون به نظر من جمال در ابتدا هم بازیکن سمت چپ بود بیشتر، بعد رو به داخل خوب بازی میکنه. چپ خیلی خوب بازی میکنه. تو چمپیونز لیگ جلو خود رئال هم پنالتی که گرفت خودش اون لحظه اومده بود سمت چپ، 2 نفر دیریب زد پنالتی رو گرفت. خیلی خوب بازی میکنه. اتفاقا ببین حسین من با حرفت خیلی موافقم. اگه یادت باشه قبل اینکه ویرتس بخواد به لیورپول بره خب صحبتش اول راجع به بایر مونیخ بود. خب آره و من توی اون ویدیوی تو بود صحبت کردم گفتم آجی اصلا دوست ندارم ویرتس بره بایر مونیخ و توجیه هم این بود که خب بابا اگه ویرتس بیاد قراره مثلا 10 بازی بکنه، جمال باید بره سمت چپ. جمال همینجوری خودش متمایل به چپ میشه، چه کاریه دیگه؟ جمالو بذار سمت 10، برو یه وینگر چپ بگیر، یه وینگر تخصصی بگیر. خودشون حالا اگه بخوان جابجا میکنن. جمال یه بازیکن پویاه، به همه جای زمین باید اصلا آزاد باید بذاریش که این خلاقیت خودشو نشون بده و اینا به درستی رفتن یه بازیکنی گرفتن و بازیکنی که میخوان راجعش صحبت بکنم همین لوئیس دیازی که تو هم خود راجعش صحبت کردی. ببین دقیقاً اون تیپ وینگریه که اینا نیاز داشتن و خیلی خوب خودشو نشون داده. اصلا عملکردش از عملکردی که تو لیورپول داشتن به نظر من داره بالاتر میره. یعنی قشنگ جا افتاده توی این تیم، انگار 10 سال داره اینجا بازی میکنه. چیزیه که شاید آرزوشون بود کینگزلی کومان و سادیو مانه همچین عملکردی داشته باشن هواداری بایرن دیگه، ولی اونا دائما نوسانی بودن، درگیر معصومیت میشدن و کومان بعد از اون گل به پی اس جی دیگه ندیدیمش عملاً تو بایرن. حیف شد واقعا، بازیکن با استعداد ولی معصومیت دیگه، ثبات نداشت. همون چیزی که همیشه میگم ثبات نداشته باشی فایده نداره واقعا. و خرید خیلی خیلی خوب. راجب جونم بگو. راجب لوئیس دیاز من این رو می‌خواستم بگم که این در راستای همون دید مدیریتی بایرن هم از. خب حالا ما انتقاد زیاد کردیم به اولی هوینس که زیاد حرف میزنه، مکس ابرل که اتفاقا خود هوینس بنده خدا برگشت گفت اون حرفه که من زدم راجع به قرارداد جکسون که این فلان تعداد بازی باید بکنه ما اینقدر پول بدیم و رکومت همه چی رو ریخ رو داریه، گفت من می‌خواستم فشار رو ابرل بردارم. این بچه رو بهش فشار بود که چرا این خریدو کردی، من خواستم کمکش بکنم، حالا بدتر کردی که آره حالا آش نخورده و دهن سوخته شد. ولی این خریده نشون میده که تیم آماده است که چمپیونز لیگ ببره. یعنی تو اتاق فکر مدیریت بایرن این نگاهو دارن، وگرنه میرفتن فشار رو بذارن برای بازیکن‌هایی که جوان‌ترن مثل بارکولا، مثل نیکو ویلیامز، ویرس و رو اونها جدی‌تر بشن. این اصلا بحثی بود که ما داشتیم چرا بایرن میاد یه زنگ میزنه و در میره، میاد میگه فلانی فروشیه بعد میره اصلا دیگه وای نمیسته. و راجع به لوئیس دیاز اون مبلغ کمی هم نبود، 70-75 میلیون یورو فکر کنم، و بازیکن بالغ اضافه کردن به تیمشون که نیازی به صبر کردن نداشته باشن، شبیه کار آرسنال راجع به ازو گیوکرش که 27 سال اضافه کردن. نایم جان اگه میبینی درود به شرفت. آره ببین من این حرفتو خیلی دوست داشتم. ببین یه وقت هست یه پروژه نیاز داره مثلا براش صبر بکنی، حتی جوانگرایی بکنی، ولی من بایر مونیخ رو هیچ وقت اون پروژه نمیبینم، هیچ وقت اون تیم نمیبینم. خب چون بایر مونیخ تیمیه که تو آلمان معمولا قهرمان میشه و الان تو یه هری کین رو داری که مثبت 30. بچا سنی دارم میگم، هر سالم باش میتونی قهرمان چمپیونز لیگ شی، خوش شانس باشی همون. و الان وقتشه که شاید یکی از انتقادایی که من مدیریتم میکردم اینه که چرا تیم رو بیشتر تقویت نمی‌کنی، چرا نیمکتش رو بیشتر قوی نمی‌کنی. الان این تیم مستعد قهرمانی اروپا هست. حالا میگم کمپانی هیتر زیاد داره، من هیچ وقت جزء هیتراش نبودم، یعنی اعتقاد دارم که اگه میگی یه چیزی بده مثال خوبش هم بزن. الان مثلا کمپانی بره کی بیاد؟
تیم رو خوب خدا وکیلی آورده بالا. یعنی تیم 100 بار گفتم بازم میگم پارسال جلو اینتر نباید اوت میشد، حق اینتر نبود ببره، حق پاریس نبود تو جام جهانی باشگاه ببره، واقعا حق بایر مونیخ بود فینالیست بشه. خب یارو داره خوب کار میکنه دیگه، چیکار کنه تو لیگ آلمانه؟ پپ گواردیولا هم که قبلا اونجا بود تو لیگ آلمان بود قهرمان لیگ آلمان صاحب خوردن میشد. من راجع به کریر پپ در بایرن هم کامنت های عجیب زیاد شنیدم. حالا چه کامنتی مثلا؟ اینکه کریرش موفق نبوده در بایرن و نمیدونم تیم سگانه. ببین من احساس میکنم اون تیم، نمیخوام بگم موفق نبوده، حالا ما پرش فکری داریم، در اصلا ویدیوهای ما جذابیتش به همین چیزاست. داستانی که اون بایر مونیخ سگانه یوپانکس بود خب، و یه پرایم داشت، یعنی پرایم نویر، پرایم روبری، میدونی، یعنی این لواندوفسکی انتظار میرفت که اون تیم بیاد مثلا تو یه 3 سال. واقعا خود منم وقتی پپ گواردیولا رفت اونجا دیدم این بود که قطعا چمپیونز لیگو میبره، با اینکه همون اول سال ولی به بد تیمایی هم خورد. یعنی اصلا باید در نظر بگیریم بازی ها رو اگر ببریم و زیر ذره بین بذاریم میبینیم که شرایط عجیبی رخ داد. مثلا جلوی بارسلونا وینگرهاش مصدوم بودن، جلوی اتلتیکو مادرید اسیر گل بی‌نظیر صاحب شد که یک بار تو زندگیش هم واقعا همون یه بار یه گل اینجوری اتلتیکو زده تو آلیانز آرنا دقیقاً، و جلو رئال هم که غافلگیر شدن، یعنی فکر نمی‌کردن، یعنی در مقابل تیم‌های سختی افتادن. کار اینم بعد اضافه بکنیم که اتلتیکو مادرید اون سالا 2 بار به فینال چمپیونز لیگ رسید، تیم بدنی بود واقعا اون سالا، یعنی اینجوری مثل اتلتیکو الان نبوده، میدونی، یعنی اون اتلتیکویی بود که واقعا نمیشد به این راحتی بهش گل بزنی، خیلی سخت بود تو اروپا اتلتیکو مادرید رو بردن. واقعا خود شما رو برد رسید فینال جلوی ما دیگه 2014 درسته؟ 2 سال قبلش آره توی نیمه نهایی و اون هم بازی برگشت در بریج بود مثل بازی برگشت در آلیانز آرنا. یعنی تیمه یه جوری بود که اصلا تیمایی که اون سبک دفاعی انجام میدن میتونن توی تورنمنت‌های حذفی شانس بیشتری داشته باشن تا تورنمنت‌های مثل سیمونه که ترسناک بود. برگردیم به بایرنش، میگم تفاوت سلیقه ممکنه وجود داشته باشه راجع به کمپانی، ولی کاری که داره میکنه غیر قابل انکاره. و راجع به خط حمله سرژ گنبری هم به نظرم بازیکنی که از زیر دستمون نباید در بره. به نظرم سال جام جهانی بگیم احیا هنوز فکر کنم زوده، ولی میگم چه سال جام جهانی باشه، چه به خاطر قرارداد باشه، چه بخوایم به کمپانی کردیتشو بدیم، اصلا اهمیتی نداره. کمک عالی به بایرن دیگه مهم اینه. آره دوباره روشن کردن همچین سرمایه سوخته‌ای در باشگاه به نظرم جای تقدیر و تشکر از هر کسی که هست داره، یعنی چه کمپانیه، چه مدیریت، چه پدر مادر سرژ گنبری. شاید بهش گفتن بچه جون امسال مثلا صفر بگیر که توی جام جهانی بازی بکنی، اما سرژ گنبری هم همیشه اون تیغ برندش بوده که توی خط حمله به چشم اومده. هیچ وقت ما با دریبلاش نمیشناسیمش، با اون سرعتی که تو جوونی داشت و الان نداره نمیشناسیم. پست دیگه هم داره بازی میکنه حسین الان. من خیلی سرژ گنبری رو اون کسی میبینم که ضربه آخر زن بهتریه، یعنی ضربه آخره رو بهتر از هر چی کار دیگه ای توی فوتبالش الان انجام میده و اونم میتونه در روزی که هری کین میخواد استراحت بکنه، میخواد حالا حالش خوب نیست و هر چیزی، به تیم کمک بکنه تو گلزنی. ببین راجع به اینم صحبت بکنیم که الان اینا گریرو مصدوم شده، تازگی‌ها نیستش، مش دیویس هنوز نیومده و استانیسیچ هم فکر کنم مصدومه، آره اگه اشتباه نکنم. دفاع راست و چپ درست حسابی هم آنچنان این تیم الان نداره. اگه یاد باشه ما صحبت می‌کردیم ایتو هم مصدومه دیگه. آره ایتو هم مصدومه که میگفتیم آقا گریرو همه جا میتونه بازی بکنه، چپ راست. الان واقعا جوری شده که ساشا بوئی بعد راست بازی کنه، لایمر بعد بیاد سمت چپ، یعنی تیمم از این لحاظ یه مقدار مشکل داره. مورد بعدی که خواستم راجع بهش صحبت بکنم حسین چیزی بود که توی ویدیوی تو راجع بهش صحبت کردیم، یعنی چی؟ بیشوف در خط هافبک و لنارد کار در وینگر که بخواد بازی بکنه و اینا بهشون امسال داره بیشتر بازی میرسه و دارن بازی میکنن، اونقدر هم بد نبودن، میدونی، یعنی علاوه بر این که تیم اصلی خوبی داره، بازیکن‌هایی هم داره که اینا میتونن ستاره‌های بزرگی بشن به همین به زودی زود. واقعا دو تا بازیکنی که من خیلی تو اون ویدیوی تو راجع بهش صحبت کردم و الان داریم میبینیم اینا دقیقه دارن میگیرن، نیمه دوم میان تو، جفتشون دو تا بازی رو فیکس شروع کردن. و راجع به اینم صحبت بکنیم که علاوه بر اون ترکیب اصلیه، دو تا جوون هم آوردن که به اسکواد اضافه کردن که بازیکنای خیلی خیلی خوبی هن. آره دیگه این کاری بود که باید انجام میدادن و بعد از دست دادن امثال اشتیلر و کنان ایلدیز و اینها به فکر افتادن که از این آکادمیه بیشتر بتونن به تیمشون کمک بیارن و
خروجی شد همین اسامی که گفتی. حالا بیشوفی که با مبلغ خیلی خوبی هم تونستن از فکر کنم هوفنهایم بود بیارنش و کاردی که از آکادمیشون آوردنش بالا تو جام جهانی باشگاه بهش بازی دادن. توی دی اف بی پوکال هم فکر کنم بازی فیکس شروع کرد یا تعویضی اومد، یادم اون بازی خیلی خوبی کرد. آره چند تا صحنهش که دقیق یادم اون دریبل سر پایی که زد و بازیکن جذابیه، کلا بازیکن خوبیه برای آینده فوتبال آلمان هستن که اینقدر کویر شده خط حمله‌ش و آدیمی میشه ستارهش. و من به نظرم جدا از این راجع به خط دفاع هم که گفتی، چیزی که بایرن از دست داده بود و برای خیلی از تیم‌های بزرگ پیش میاد و اگر ادامه دار باشه منفی اون نکته ذهنیته. تیم مثل یوونتوس، بارسا، رئال، یونایتد، لیورپول، تیم‌های بزرگی که توی اون سبد 10 تا تیم 15 تا تیم بزرگ هستن، اگر اون قبحشون بشکنه برای تیم‌های ضعیف‌تر لیگ خیلی اذیت میشن. یعنی این رو راجع به خیلی از تیم‌ها دیدیم. یوونتوسی که دیگه قهرمان سری آ نمیشه، امپولی و کیو و هلاس ورونا هم به خودشون اجازه میدن بتازونن به دروازش، ولی قبلا که یوونتوس پشت سرم قهرمان میشد این جرأت رو نداشتن. ممکن بود یوونتوس اون روزم روز خوبی نداشته باشه. برای بایرن این 2 فصل اون قبه شکسته شده بود. یعنی با قهرمانی لورکوزن، با اون فصلی که دورتموند هفته آخر قهرمانی رو از دست داد، اون ترسی که بایرن تو دل رقبا مینداخت دیگه وجود نداشت، حتی تو رقابت‌های داخلی آلمان. کاری به اروپا هم نداریم. و اون حس میکنم اعتماد به نفس از خط دفاعی گرفته بود و الان اون چیزه برگشته، اون قدرت بایر مونیخه و حضور کسی مثل جاناتان تا، با اینکه من اصلا طرفدار مدل بازی جاناتان تا نیستم، دوست ندارم مدل بازیشو، به نظرم دفاع پر ایرادیه مثل زوله، ولی حضورش باعث شده علاوه ذهنی و روانی اون خط دفاع آرامش بیشتری داشته باشه و کسایی مثل ساشا بوئی هم عملکرد جالبی نشون بدن. اوپامکانو خیلی بهتریه نسبت به فصل قبل و اون نظمه به اون خط دفاعی داده شد. اونم به خاطر حضور تا هم میتونه باشه حسین که یه کسی بغلش هست که آره جمع و جورش بکنه. و کلام آخر راجع به بایر مونیخ که من انتظار دارم همین روند رو ادامه بده و منتظر واقعا بازیش با پاریس سن ژرمن توی چمپیونز لیگم، یعنی و بازی دورتموندی که 1-2 روز دیگه بازی دارم، با فردا بازی دارم با دورتموند. آره دیگه این و جمعه است. آره فردا بازی دارم با دورتموند و ما یک شنبه تحلیلشو داغ قراره از تنور در بیاریم به بچه‌ها بدیم. من واقعا دوست دارم در کلاسیکره مثل همیشه نشه، یعنی در کلاسیکری نباشه یعنی که دورتموند ببره، جذاب بشه بازی. مثلا اون 2-2 که داشتن، اولیور کان موهاشو داشت میکند ثانیه آخر گل خب الان سخت جلوی این بایر مونیخ بازی کردن. من به نظرم نیکو قبول کنیم دیگه. آره ولی به نظرم کوچ هم انگیزه شخصیشو داره که فصل پیش هم نشون داد با مساوی 2-2 که تونست حالا بگیره از بایرن. همین که دورتمونده به نظرم تیم موذی شده امسال خوبه. آره صحبت کلا روندی که با کوچ داشته تیم موذی شده. من فقط مهرای دفاعیشو نمیپسندم، وگرنه تیم جالبیه. ببین یعنی تک تک بازیکن‌ها رو تو میتونی بگی این آشغاله، ولی کوچ ترکیب خوبی ازشون در ترکیبی که به نفع تیم کار میکنه. دنبال این نیست که یک بازیکن رو خیلی خوب جلوه بده، خیلی تیمی تر شدن. اصلا این سیستم سه دفاعی هم تحلیل شد چیزا انجام. آخرین باری که من راجع به دورتموند صحبت کردم 3-4-2-1 داشتن جلو رئال بازی میکردن دیگه تو جام جهانی باشگاه بود. فکر کنم کانال هم رفتیم صحبت راجع بهش دیگه. بعد اون اصلا راجع به دورتموند صحبت نکردیم. نه خب دیگه حالا دیگه ان شاءالله یک شنبه راجع بهش صحبت بکنیم حسابی. دقیقاً امیدوارم بازی جذاب بشه. 0-0 اینا که بعید میاد، مثلا سبکی که بایر مونیخ بازی میکنه مثلا لیگ ایران که نیست. آجی میگم میانگین 4.2 گل زده بایر مونیخ. من نمیدونم چه غلطی میکنم با تیم‌های روبرو. لیگ دسته یک ایران هم 6 تا بازی میکنن، 4 تاش 0-0 میشه. جمع فوتبال ایران جمع شه، همون چیزی که من گفتم روزی که جمع شه عالیه. آقا اگه موافق باشی بایر مونیخ رو دیگه بستیم بریم سراغ تیم بعدی، یا صحبتی داریم راجع به بایر مونیخ؟ نه ما تقریبا 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه دوباره برمیگردیم و برای بازی پی اس جی بایرن در مورد بایرن قرار بازم صحبت بکنیم. اون بازی بعد از چیز میشه حسین؟ بعد از فیفا دی میشه یا قبل فیفا دی؟ قبلش. به بعد از فیفا دی هم بلافاصله با آرسنال بازی دارن تو لندن. جدی؟
بله یعنی تو یکی دو ماه آینده راجع به آرسنال بازی بشه اون آرسنال و بایرن خیلی اصلا تاریخ طوره واقعا. گربه سیاه که نمیشه بگی گربه سیاه، به تیم ضعیف‌تری میگن که تیم قویه رو ببره، درسته؟ بایرن همیشه میبره آرسنال خداییش. گربه سفید ببین. خلاصه خشنه بایرن خیلی خشنه امسال، بعد ببینیم آرسنال هم خیلی امسال خفنه، اونم اگه با همین فرم جلوی هم دیگه قرار بگیرن خیلی نبرد جذابی به نظرم. اصلا بازی 2 سال پیششون هم خیلی نزدیک شد دیگه، بازی آرتتا توخل. آره دقیقاً بله 1-0 بردن بایرن، 1-0 برد بازی برگشت دیگه. آره بازی رفتم فکر کنم 2-2 شد تو لندن. بله اگه موافق باشی بریم سراغ میلان. حتما. موافقی؟ بله آقا کلی ذوق و شوق. چرا میلان همین جوری بچه‌ها؟ من واقعیت بین میلان و یوونتوس قرعه انداختم، اونم یه دست کردم و لای میلانو کشیدم بیرون. حالا مثلا ماه بعدی احتمالاً میلانو نیارم یوونتوسو بیارم، یا شاید جفتشون بیاد. همین جوری دلیل خاصی واقعا من به نظرم دلیلش اینه که یوونتوس تو چمپیونز لیگ با رئال بازی میکنه و ما تحلیل چمپیونز لیگ رو میریم راجع به یووه صحبت میکنیم، ولی میلان اون تیم غیر تورنمنت اروپاییه که کم پیش میاد در موردش صحبت بشه دیگه. میدونی یه بود دیگه هم داشت، حالا جدا از این بودش این بود که یوونتوس برای من همون مربی قبلی بود، خب، و من انتظار نداشتم این تیم مثلا بیاد همه بازی‌ها رو ببره یا مثلا الان 15ام جدول باشه. خب آره این روندش برای من عین همون روند تاپ کامنتی که راجع به یونایتد گفتم، انتظار میرفت یووه همچین چیزی انتظار میرفت یه همچین چیزی باشه. ولی میلان بابا نهم شده، یعنی الان قضیهش خیلی فرق میکنه. میدونی حالا روم هم این هفته بازی داره، اگه بازیش جذاب بشه احتمالاً بیاریم راجع به اون بازی هم صحبت بکنیم. بله با اینتر. آقا میلانی که حسین جون 6 تا بازی کرده، 4 تا برد، یه مساوی، یه دونه باخت. باختش هفته اول بوده، این نکته مهمیه و بله و ناپولی رو هم برده که الان خود ناپولی صدر جدول، کلا 3 امتیاز کمتر نسبت به روم و ناپولی داره. 9 تا گل زده، 3 تا خورده. انتظار شما از میلان آقای آلگری قبل از شروع فصل چی بوده؟ آیا انتظاراتو برآورده کرده؟ آیا فراتر از انتظاراتت بوده؟ بسم الله. خیلی 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 فراتر از انتظار بوده. من نمیدونم تو ویدیویی گفتم، آف رکورد به خودت گفتم، ولی ته ذهنم ته قلبم 1% شانس میدادم که میلانه امسال بیاد برای قهرمانی رقابت کنه، که خب شاید ناامید شدم بعد از هفته اول جلوی کرمونزه، ولی این امضای آلگریه و اینکه انقدر زود تونست این امضا رو به تیمش اضافه بکنه شاید دید ما رو نسبت به خیلی از مربی‌ها عوض بکنه. یعنی خب ما الان راجع به آموریم، من خودم هنوز میگم باید بهش وقت بدیم، ولی از اون سمت آلگری رو داریم میبینیم که تو همین سرعت امضا رو به تیمش اضافه کرد و اون سمت یونایتد هم شباهت داره به میلان از این طریق که باشگاه بزرگ تاریخی، همه چی آشفته، مدیریت چیزی از فوتبال نمیدونه و چیزی که باش مربی رو میشه قضاوت کرد. تو هفته یه بازی داری و هفته یه فوتبال بازی کردن یعنی اینکه جلسات تمرینی بیشتری داری که با تیمت کار بکنی. اصلا یکی از صحبتایی که در مورد کنته هم میشد همین بود دیگه، میگفتن اتفاقی که باعث شده کنته قهرمان بشه سال اولش با چلسی در پریمیر لیگ همین بود، هم بازیکن‌ها استراحت بیشتری میکردن، هم میتونسته تاکتیکاشو به خورد مغز بازیکن‌ها بده. خود ادن هازارد مصاحبه کرد گفت خسته میکرد ما رو، همش تمرینای تکراری، میگفته یه کار رو 1000 بار تکرار بکنید و این جلسات تمرینی بوده که فوتبالشو تونسته بشونه توی مغزمون بازیکناش. و از این لحاظ واقعا فرق یکی مثل آلگری که مدمکس سری آس این همه قهرمانی داره با کسی مثلا آموریم که جوون جویای نامه اینجا مشخص میشه و اضافه کردن امضای دفاعی به این تیم کار شاهکاری بود. 6 بازی 3 گل خورده، اونم با مهره‌ای مثل گابیا. مثلا دیگه چی بگیم، بریم تیم بعد. یه بحث، یکی از جذابیت‌های بحث من و تو برای خود من اینه که من و تو نمیدونیم داریم راجع به تو ویدیو قراره چی بگیم. خب و من اصلا اینو یادداشتم نکردم، خدا شاهده راجع به میلان این 4 خط رو راجع به میلان نوشتم و صحبت‌های تو اصلا نبود این سری لای صحبت‌های من. و ببین و من دوست دارم الان راجع بهش صحبت بکنم، دوست دارم نظر بدم که بحث آموریم اومد وسط. ببین یه سری مربی‌ها هستن که اینا مثل کنته، خب مثل آلگری، حتی آنجلوتی، خب
نمیاد بگه که آقا من یه سیستمی رو بلدم، مثلا 4-4-2 خطی مثلا، خب باید بخورونم به تو 4-4-2 خطی و تو غلط میکنی 4-4-2 خطی نشی، باید بشی. میدونی چی بهت میگم؟ من یاد مصاحبه کارلو آنجلوتی میافتم زمانی که خب مربی خیلی جوانتری بود راجع به روبرتو باجیو که گفت من باجیو رو نخواستم به خاطری که به سیستم من نمیخورد و نه، ولی بعد از اون که به زیدان رسیدم دیدم که دیگه حاجی دیگه بعد الان یه جوری بچینی که این باشه، حالا یه هر کاری میخوای بکنی بکن. خب همش راجع به زولا هم زده، یعنی ژان فرانکو زولا که اومد بازیکن شما هم شد بعدا. بله آره یعنی اینجوری بوده دقیقاً. آره بله من اینو میخوام واسه همینه که میبینیم کارلو آنجلوتی وقتی مثلا کریم بنزماش میره میاد میگه که خب من کریم بنزما رو ندارم، نمیتونم بیام میگم رودریگو تو برو بشو کریم بنزما، میام میگم حالا بیا تغییر بدم دیگه، بیام اون چیزی که فکر میکنم بدون اوورتینک اضافه بیام تغییر بدم. کاری که آنتونیو کونته با تغییر سیستمش حسین تو ناپولی انجام داده. میدونی چی بهت میگم؟ و برگردیم به اصلا زمان چلسیش. بله؟ آنتونیو کونته با یک 4-2-3-1 و سیستمی که به 4-2-4 هم تبدیل میشد شروع کرد در چلسی. بله. 3 باخت پیاپی داد و سیستم رو کرد 3-4-3. در پرانتز آنتونیو کونته تا قبل از بازی چلسی هال سیتی که اولین بازی چلسی با 3-4-3 بود تا حالا به عنوان مربی با 3-4-3 در یوونتوس بازی نکرده بود. بله. یعنی مربی سیستمش 3-5-2 بود. بله. خیلی سریع فهمید لیگ چنده، تیم خودش چنده، خودش با این تیمه و لیگ چنده. بله. 3 تا باخت پشت سر هم داد و گفت که چند روز نتونسته بخوابه، 3-4 روز نخوابیده که حاصلش شد 13 برد پیاپی، 30 برد در 38 بازی و یکی از مقتدرانه ترین قهرمانی های تاریخ پریمیر لیگ. بله. حالا فصل بعدش هم برگشت به 3-5-2 و به مشکل خورد و تمام اینها. یعنی درک این که تو کی هستی، کجا داری فعالیت میکنی، به نظرم اون خودشناسیه اولین نکته کاره. موافقم. یعنی این هم آلگری هم همین کاری که اومد گفت آقا من پاولویچ دارم، گابیا دارم که من یادت سر بازی کرومنزه چقدر عصبانی بودم واسه گابیا، گفتم اصلا به حق اصلا آره کیفیت نداره، همین الان اصلا یه گوشه برای خود همینم میگیم. آره ما الان نمیگیم گابیا شده، نه الان نمیگیم، میخوام بگیم چون دید اینجوریه گفت اوکی بیا 3 دفاعه بذارم، 3 تا دفاع بذارم، 2 تا فول بک بذارم جلوشون، 3 تا هاف بک بچینم جلوشون، اینا یه ذره استحکام دفاعی این تیمو ببرم بالا. گلم حالا خدا بزرگه اگه شد بزرگه یه کاری میکنیم. میدونی نه واقعیت تو اول نباید گل بخوری حسین، این مهمترین نکته است و نبازی. در میلانی که فصل پیش نهم شده، باری که نهم شده، نهم یعنی وسط جدول. میدونی چی بهت میگم؟ و این تیمشو شناخته، نیومده بگه من 4-4-2 لوزی اواخر با یوونتوس بازی میکردم مثلا. خب نمیتونی با این الان مثلا بیا این کارو انجام بدی. میدونی چی بهت میگم؟ نمیگم الان نمیشه انجام دادا، حداقل برای ابتدای کار اینه که تو یه ذره صفر بچسبی، محتاط باشی و از ایده های خودت کوتاه بیای، ببینی تیمه چه ایده ای بهش میخوره. و من اینشه که خیلی خوشم میاد، یعنی مربی واکنشگرا واقعا بیاد شرایطو ببینه. آره همینه و اینشو که من دوست دارم، یعنی و دمش گرم واقعا. و منم نظرم مثل توئه جونم. فصل پیش می‌خواستم فقط اضافه کنم که میلان 11 تا بازی رو باخت. خب دیگه و من هنوز ندیده میگم غیر ممکنه این اتفاق برای میلان امسال بیفته. نزدیکش هم فکر نکنم. میدونی چون تو وقتی انقدر سفت و چغر بازی میکنی نمیتونی واقعا. اصلا من ببین من ریاکشنشو اینو میگم واقعا، الان امیدوارم این ریاکشن رو دیگه از آموریم نبینم. واقعا همینجوری دارم ببینم این کارو جلوی لیورپول بکنه، به قرآن تو این ویدیو فوشو بهش میکشم. فقط ریاکشن آموریمو 1 ثانیه مقایسه بکن با ریاکشن توپ از دست دادنی که رافائل لیائو داشت بازی با میلان. چی کار کرد بازی با یوونتوس؟ چی کار کرد این مربی کنار زمین؟ تایپ شخصیتی متفاوتن و نیمکت تیم دیدی صداش اومده بود بیرون، دیدی صداش اومده بود بیرون قبل اینکه بره تو زمین چی گفته بود؟ رو اعصاب من نرو میری تو زمین کار. یعنی یه جوریه که بازیکن یاجی این منو میخوره تو رختکن، این بیام تو نیمکت این پارم کرده. میدونی یعنی اصلا اون که اصلا خب میگم کاراکترش برنده است، یعنی یه آدم قوی اشتباه هم باشه اصلا طرف خیلی افتخار داره تو کریرش. اصلا عجیب غریبه. منم مثل تو اعتقادم اینه که به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم. من فکر می‌کردم میلان بهتر بشه، نه در این حد. الان 2-3 امتیاز کمتره ولی ممکنه حتی تیم قهرمان ایتالیا هم بشه. یعنی من اونقدر تعجب نمی‌کنم اگر این اتفاق، هرچه نیفتم اتفاق خاصی نیفتاده برای این تیمه.
ولی به هر حال چمپیونز لیگ فوق العاده است. فوق العاده است، بله 100%. یه نکته‌ای که واسه منفی داره این تیمه اینه که خب لیاو خیلی بازی‌ها بوده، خیلی بازی‌ها نبوده، موقعی که بودم خیلی اوکی نبوده و این تیم آقای گلش پولیسیچه که 4 گل زده، بقیه کسایی که حسین گل زدن یه دونه زدن هافبک و دفاعن، یعنی خیمنز هم قربانت. تیم آلگریه و ما با شاخص‌های هجومی نباید اونقدر سر و کار داشته باشیم برای قضاوتش. و پولیسیک که گفتی اتفاقا حالا پولیسیچ من گفتم پولیسیچ دیگه. آره فکر کنم پولیسیچ اتفاقا بازیکنیه که خیلی عین متو کوواچیچه، یعنی یه ریشه سرب میگم سرب کروات هم جفتشون دارن که میان 2 تا 3 تا بازی خوب میکنن، 2 هفته مصدوم میشن، دوباره تا به اون ریتمه برسن 3 تا بازی خوب بکنن، دوباره میرن 2 هفته مصدوم میشن. یعنی یهو نمیبینی پولیسیک مثلا یا پولیسیک یا مثلا بگو پولیسیک داستان کاپیتان آمریکا من ببین اینو بگم بعد تو جواب بدی. من این بود یادم رفت ادامه حرفمو بگم، اینو بگو. من منظورم این بود که تو با این روشی که گلاتو فقط روی پولیسیچ داری حساب میکنی فصل برات احتمالاً شاید خوب پیش نره. این بازیکنی نیست که بخواد 25 تا گل براتو بزنه، میدونی. حالا تو ادامه بده، ببخشید. بعدی این تایپ بازیکن ها مثل کوواچیچ و پولیسیچ اینه که یهو 2 ماه 3 ماه نمیرن خونشون، همیشه هستن ولی همیشه هم ممکنه نباشن با اون فرم خوبه که انتظار داری و این اون کار سخت تیم پزشکی و تیم بدنسازی و سرمربیه که بتونه با مدیریت کردن دقیقه اون بازیکنه این بازیکن سر حالی رو بسازه که خب با توجه به این فیفا دی ها و اینا مدیریت هم سخته، چون مربی ملی واقعا اهمیتی نمیده که اون طرف تو چه وضعیتیه، میگه باید بازی تو بکن، 2 تا بازی اونقدر براش اهمیت نداره. ولی موافقم از اون سمت این هم حرف درستی اگر ما بخوایم این دیالوگ رو بیاریم که هنوز آلگری ترکیب هجومیشو نشناخته. یعنی به نظرم روی سانتیاگو خیمنز داره یک پافشاری میکنه که از سمت مدیریت فکر میکنم شاید بهش توصیه شده، دستور نبوده، توصیه بوده، چون آلگریه که دستور نمیتونیمش بدی. آره که اینو ما 30 میلیون خریدیم، یه غلطی کردیم، کاری کردیم پارسال وسط فصل بود هر یه حالی بهش بده. یه کاری کنم 15 میلیون بتونیم بفروشیم، یه کاری کنم 15 میلیون مثلا چه میدونم به فولامی به بورنموث چیزی بتونیم بندازیمش 20 میلیون و داره روش اصرار میکنه روی خیمنز، بهش داره بازی میده درست یا غلط و خیمنز هم واقعا پرتلاش بوده. یعنی چیزی که باعث شده هوادار میلان الان فحشی به سانتیاگو خیمنز نده تلاششه، یعنی توپای آفساید گل میکنه، توپای در جریان بازی گل نمیکنه، ولی همین تلاشش ستودنی پنالتی که جلوی یوونتوس گرفت و موافقم. منم منتظرم ترکیب هجومی میلان رو ببینم. اینم بگم دیگه فکر کنم کلی بود دیگه، اون گاو بود که اونجوری کرد، یعنی خیلی نمیشه کردیت به خیمنز داد. جالب پاس مودریچ هم افتاد رو کله خیمنز گرفت یه دست بهش زد، گفت من میخوام هولت بدم، احتمالاً پنالتی نمیشه. دیدش این بود کلی اون که آره اصلا کیفیت دفاعی ایتالیا که جالبه. اصلا برمر هم دوباره مصدوم شده، اصلا اونم اگر این شکلی ادامه پیدا کنه ممکنه کریرش اصلا خیلی کوتاه باشه. بعد از بازی با رئال برمیگرده. بله ولی خط حمله میلان واقعا برای من جالبه. ببینم آلگری سراغ 3-4-3 میره، 4-2-3 کش میکنه یا اوپولیشیچ همزمان بازی میکنن با خیمنز نمیکنن. ولی یه نکته دیگه هم نمیدونم راجع این بازیکن قرار صحبت بکنیم یا نه، ولی استوپینیانه که من حس میکنم اونقدری که فکر میکردن نتونسته جواب انتظاراتشون رو بده و الان به این نتیجه رسیدن برایتون مقایسه نمیشه با سالماکرز. قبول داری یه ذره نه از اون لحاظی که اون ور داره خیلی خوب کار میکنه. آره میدونی یه ذره احساس میکنم داره میخوره تو سرش. نه احتمالاً ازش یادداشت کرده بودم. بگو. من یه چیزی که میخواستم بگم اینه که الان شاید مدیرهای ورزشی به این بخوان فکر بکنن برایتون اگه بازیکنی خواست ارزون بفروشه نخرید، حتما یه حکمتی تو اون ارزون فروشی هست. یعنی خوب گروناش هم که چلسی ور میداره سراغ برایتون بر نرید. آره بازیکنی برایتون گفت گرونه، احتمال خیلی زیادی اون بازیکن خوبی هست، مثلا بالبا که گفتن 100 میلیون پوند هم نمیدیم، 120 میلیون پوند. میتوما رو من پارسال یادم ژانویه عربستان پیشنهاد 100 میلیون یورویی داد رد کردن. آره ولی مثلا بیلی گیلموری که فکر کنم با 13 میلیون راضی شدن به
ناپولی بدن و هنوز اینکه گیلمور نتونسته اونجا نمیده. خب همون گیلمور خوبه، ولی اینکه هنوز نتونسته لوبوتکا رو کامل نیمکت نشین کنه برای من عجیبه. فکر نمی‌کنی حقش هست که یه همچین حرکتی رو بکنه، ولی خب اصلا ریسک نمیکنه آنتونیو کونته روش. ببین این اصلا بدنی و اینها. آره دیگه ما نمیدونیم، قطعا کونته بهتر میدونه، ولی قبول دارم. به نظرم هنوز اوکی رو از سمت فن بیس میلان و آلگری نگرفت. خیلی معمولی بوده اینجوری بگیم بهتره. خیلی تو خودت سری آ میگشتیم یکی پیدا می‌کردی. حتی اونقدر هم پول ندادن اون سن پاشا. آره 15 میلیون بود فکر کنم. 15 16 تا دادن. با استعداد سری آ چیکار کنیم؟ 15 میلیون خیلیه تو. راجع به دو تا بازیکن دیگه هم صحبت دارم، دوست دارم تو هم صحبت بکنیم، منم صحبت بکنم. اونم ساموئل ریچی که گرفتن حسین و جاشاری. یکی مصدومیت، ساموئل ریچی هم که زیاد بازی نکرده، دوستا بازی بیشتر نکرده و خط هافبک، حالا در آخر میخوام به مودریچ برسیم. خط هافبک من فکر نمی‌کنم دلیل آنچنانی الان وجود داشته باشه که بخواد آدم بهش دست بزنه. نظر تو چیه؟ اون کاری که میخوانو دارن انجام میدن، یعنی مودریچ داره از خیلی میاد عقب کمک میکنه، ربیو تجربه داره، مودریچ آره، یعنی با این وضعیت خب هزینه کردن اینا، میدونی، یعنی راجبش صحبت کن. تو این مورد هم نمیدونم چقدر با موافقی، ولی من سناریو خط هافک میلان رو شبیه یووه پارسال میبینم، یعنی یوونتوس پارسالی که خریدهای اضافه زیاد کرد. داگلاس و منظورته که رفت گرفت و کوب ماینرز، داگلاس لوئیس، کوب ماینرز، تورام، در حالی که مثلا لوکاتلی رو داشت، کسایی از آکادمی رو هم داشت که میتونست اضافه بکنه، حالا اونا رو رد کرد، امثال روبلا ها و فاجولیا و اینها. و برای کیس میلان هم من اینجوری فکر میکنم، یعنی حس میکنم خرید جاشاری ریچی قطعا یکیشون اضافه بود. فکر نمی‌کنی جاشاری و اینا گرفتن که یهو 100 میلیون یورو فرو کنن به یه تیمی؟ اینو قبول داری؟ چون ببین جاشاری واقعا رید شد، یعنی من به عنوان طرفدار رئال مادرید میگم، حتی نه که رئال پیشنهاد بده، ولی تو رسانه‌های اسپانیایی صحبت میشد که آقا این یه استعدادی داره مثلا اینجوری، ولی خب اقبال فعلا باهاش نبوده از و ریچی هم رقیب داشتن، یعنی اینتر هم خودت می‌بینید چقدر ریچیو می‌خواست و اینا به زور گرفتنش. دقیقاً هر سال یه تیم ایتالیایی پیدا میشه تو پست خط هافک میاد همه رو میخره، یعنی سال بعد شاید اینتر مثلا یا ناپولی این کارو بکنن. و جاشاری رو من میگم وقتی تجربه مثل شارل دکتلار داشتی، من باشم نمیرم سمت همچین تجربه ای دوباره، یعنی یک بازیکن جوون از لیگ بلژیک از همون تیم و دوباره تو آوردیش به سری آ، درگیر مصدومیت، انتظار ازش زیاده به خاطر مبلغی که بابتش دادید و بگم درسته 35 میلیون بابتش دادن، ولی خب با اشل ایتالیا و میلان آره. و ببین اینم بگم مربی مثلا برموس اونو بخره اصلا براش مهم نباشه که فلاپ شه. نه مربی هم ببین این سبک مربی ایتالیایی کارلو آنجلوتی راجع به آرد گولر هم همین بوده، خیلی براش اهمیتی نداره اصلا چه استعدادی رو نیمکت نشسته. مثلا آلگری که خیلی راجع بهش اینو میگفتن در یوونتوس، تیمی که داره جواب میده بازیکن 85 ساله تو زمین باشه دست بهش نمیزنه، یعنی اینجوری هم کلا شیره وجود مانزوکیچو کشید دیگه وینگر چپ گذاشتش. یعنی ببین نیا که الان مثلا مودریچ 90 دقیقه بازی میکنه، یعنی ریسک نمیکنه راجع به یه بازیکن، یعنی اینجوری نیستن که بگن آجی ما به بازی بدیم به این جوونا، نه این کار سنی یوونتوس 40 بود زمان آلگری وقتی. آره سنی خیلی بالا بودن، میگم یعنی فاکتور تجربه براش خیلی مهمه و حرف شنه و اینجوری نیست که آره دیگه. چون اینا مربی نتیجه گران، میدونی مربی نتیجه گرا نمیتونی بیاد رو بچه کار بکنه، خب این بچه مساوی است با تر زدن در نتیجه گرفتن، این واقعیت دیگه، چون نیاز به تجربه کسب کردن داره و از این لحاظم یه ذره این خریده با این مربی خیلی جور نیست. وقتی یه نگاه به میانگین سنی خط هافبک خود میلان هم میندازی، ربیو رو میبینی، مودریچ رو میبینی، کاملا گویای همه چیزه که آقا این آدم چه تیپ بازیکنی رو میخواد، یه بازیکنی که بهش بگی فیر یا رفته فرزاد نخواد هی صبر بکنه براش، واقعا جای این کارا نیست. دیدی میگه لیاو موقعیت خراب کرد، لیاو الان تک ستاره سری آ داشت جرش میداد، واقعا تک ستاره سری آ که شاید نه ولی تک ستاره میلان آره قطعا هست تو سری آ، جز دو سه تا بازیکن گرونه دیگه داریم گرونتر لیاو تو ایتالیا، فکر کنم ایلدیز شاید رسیده باشه، چک نکردم واقعا، یعنی علاوه قیمتی احتمالاً گرونتری اورام لاوتارو شاید آره. و اینم میخواستم راجعش صحبت بکنیم که
اصلا حوصله یاد دادن به بازیکن جوان اونقدر ندارن مربیای این شکلی دیگه. مخش نمیگه هر غلطی دلت بخواد بکن، هر وقت خوب شدی بیا من بازیت بدم. ولی من اسم میکنم تا همینجا آلگری اگر همین فرمون رو بره، سهمیه چمپیونز لیگ و ایناش که اصلا کار ندارم پایان فصل چی میشه، قهرمان میشه، چهارم میشه، دوم میشه، هر چی، ولی هول و هوش فکر کنم 50 الی 100 میلیون به باشگاه میلان اضافه کرده روی ارزش اسکواد. فوفانا الان بازیکنیه که من حس میکنم ژانویه میلان بخواد بفروشه 15 میلیون بیشتر از چیزی که تابستون بوده میفروشه. سانتیاگو خیمنز احتمالاً همین روندو داشته باشه، خط دفاعشون توموری احتمالاً همین باشه، گابیا رو شاید قبلا می‌خواستن 9 شب بزنن دم در، الان 5 میلیون بتونن بفروشن و این چیزیه که مربی اضافه میکنه. کلا لول اپ شده. آره تو کیس ژاوی بارسا مثلا با هم صحبت کردیم در پرونده یونایتد که ژاوی با بازی دادن به امثال یامال کوبارسی یک ارزش افزوده‌ای به اسکواد بارسا اضافه کرد که اون ارزشمنده. راجع به بارسا صحبت کردیم، راجع به ژاوی و گلزنر به عنوان یک جانشین‌های راست میگه آره. آره یه ارزش افزوده‌ایه که اون ارزش افزوده کاملا هم ارزشمنده. اگر الان فوفانا داره بازی میکنه و خوبه، نباید اینجوری این قسمت ماجرا رو نادیده بگیریم که اگر آلگری تابستون میگفت اینو بندازید بیرون، نمیخوام ببینم ریختشو ببینم تو تمرین، این کارو میکردن و فوفانا الان قرضی داشت نیسی نمیدونم وست هم جایی بازی میکرد، ولی این مربی از سالماکرز دوباره زندش کرد برای اسکواد تیم. سالماکرزی که سر نخواستنش دعوا بود خیلی خوب شده، کامل جا بازیکن تو نقش، بسیار بازیکن تایپ آلگریه، بازیکن کارگر، بازیکن زحمتکش و اون نقطه کلیدی است که اون تبدیل 3 دفاعه به 4 دفاعه رو به این تیم میده. و در نهایت لوکا مودریچ حسین دیگه چی بگم؟ فکر می‌کردی یه روزی مودریچ برای بردن ناپولی اونجوری خوشحالی کنه دقیقه 90؟ و مثل اینکه اخبار اینجوری میگه که چون قراردادش 1 به علاوه 1 میلان از همین الان تمایل داره 1 سال بعدم بهش بگه آجی بمون تو رو خدا. این خط، این نشون جام جهانی امسال که بعدی هم مودریچ بازی میکنه. مودریچی که خوب الان یه سال پیش تو ایتالیا بهتر نامه بر ازش. چند سال پیش مصاحبه کرد گفت من پرچم نسل بعد کرواسی رو میدم دست کوواچیچ تموم شد، بازنشسته شد، بنده خدا کمردرد داره راه نمیتونه بره. سوچیچ 20-21 سالم بازنشسته میشه، مودریچ 2 روز دیگه میبینی تو مراسم خداحافظی کوواچیچ شرکت کرد مثلا. اون راکیتیچ داره مربی میشه. آره و چه بازیکن دوست داشتنی. من راکیتیچ سرمربی تیم ملیشه، مودریچ هنوز بازی کنه. آخه ببین با این لول بازی میکنی چه ایرادی داره؟ کیفیت که بی‌نظیر. من کیف میکنم، من واقعا تازه دیوانه‌وار عاشقشم. تازه یاد گرفت رجیستاشه، یه 10 سال جا داره. ببین تازه یه چیزایی که تونی کروس انجام میداده تازه تو این حلول کرده. خب قبلا جلوتر رو فهمیده که 2 تا رجیستا یه عالمی داره آجی، 2-3 سال رجیستا بازی بکنم خیلی حال میده. و الان داره همین کارو میکنه تو میلان و چه پاسایی، چی کار داره میکنه واقعا. آره علاوه خلق موقعیت هم خیلی کمک کرده. و راجع به تعریف رجیستا هم میگم یه تایمی خیلی ترند بود، به خیلی ها میگفتن رجیستا، در حالی که رجیستا نبودن واقعا. و رجیستا یه سری تعریف مشخص داره، یه سری شناسه تو بازی طرف باید باشه که ایدال ترینش آندرا پیرلوه، رنج پاس، شوت زنی، ست پیس زدن، این ویژگی هاییه که اون رجیستا باید داشته باشه و مودریچ شاید بتونه واقعا یک رجیستا بشه برای میلان. یه تایمی ترند شده بود به همه میگفتن رجیستا، برای که مثلا اصلا جورجینیو واقعا رجیستا نیست. جورجینیو نه شوت زنه، نه رنج پاس عجیب غریبی داره، نه ست پیس میزنه. رجیستا همه جا رو به همه جا بتونه وصل بکنه، میدونی. پیانیچ و پیرلو به نظرم رجیستا بودن کامل. تونی کروس صحبت کرده بود 3-4 روز پیش مصاحبه کرده بود، گفته بود که میدونم رئال مادرید هنوز دنبال منه و واقعا هم راست میگه. خب گفت میدونم مشکلش اینه که یه هافبک، ولی هافبکی مثل من خیلی کم یا نیست یا اصلا خیلی کم، شما اونایی که دارن نمیتونی بخریشون احتمالاً. واقعیت هم همینه دیگه. یعنی مثلا رودری هم رجیستا نیست واقعا، یه شیشه هولدینگ، نه ست پیس میزنه، نه
اونقدر چیزه، ولی میگم یه موقعی خیلی تب تندی بود چند سال پیش. خود تونی کروس هم اون اوایل که 10 بود بعد 8 شد، 2 سال آخرش شد رجیستا که قشنگ میومد لای دفاع چپ و دفاع وسط بازی ویژگی ها رو داشت، هم رنج پاس داشت، هم ست پیس میتونست بزنه. اگه نمیزد به خاطر رئال بود، به خاطر کیفیت بازیکنایی که تو تیم بودن. داشتم تو ویدیو 2 تا ویدیو قبلی تو مادرید تیوی شو میگفتم راجع به سوپرکاپا و یادم افتاد که رئال با والنسیا سوپرکاپ داشت، کورنر دید دروازه‌بان جلوی مستقیم کرد تو، یعنی یارو دقت ضربش اینجوری که تو 10 سال میانگین 96% دقت پاس همین میشه دیگه. و خلاصه که مودریچ داره آقایی میکنه و طرفدار میلان حالشو ببرن دیگه. من که طرفدار فوتبال حالشو ببرن. من به عنوان طرفدار تیم ملی کرواسی کاملا خوشحالم و دوست دارم هیچ جدلی هم بین سرمربی و مودریچ به وجود نیاد و رئیس فدراسیون و همین شکلی ادامه بدن و همچنان. فکر نمی‌کنم این اتفاقی بیفته، فکر کنم چون محبوب ترین آدم اون کشور باشه. مجسمه‌شو فکر کنم یا ساختن یا باید بسازن دیگه. آره فکر می‌کنم واقعا محبوب ترین آدم هیچ کی اصلا. و کلا در کرواسی بارسا دوستش دارن، یعنی دیگه در این حد مودریچ. آره مثل اینیستا که رئال هم دوستش دارن. آره اینیستا تو کرواسی هم این فازه هست که اولیچ و مانزوکیچ و اینا میان روی نیمکت دستیار میشن و ممکنه مودریچ اصلا روندش رو این شکلی پیوند بزنه با تیم ملی که بلافاصله بیاد دستیار دالیچ بشه بعد از فوتبالش. ان شاءالله نشه، ان شاءالله بیاد تو رئال مربی تیم ملی انجام بدیم ما ببینیمش. من واقعا عاشق لوکیتام و بریم اگه موافق باشی فکر می‌کنم خیلی مفصل راجع به میلان صحبت کردیم. آره و خاک بر سر تاتنهام که برش نگردوند. به نظرم استفاده از مودریچ در هر جایی برای تاتنهام، ولی من لذت برم که نه تاتنهام، یعنی اون چون چرا تاتنهام وقتی میلان هست بری تاتنهام بی افتخار چیکار کنی؟ تاتنهام به نظرم از مودریچ و بیل اون قدرایی که باید استفاده نکرد. اون که 100%. بیل هم یه سال قرضی برگردوندنش دیگه که خیلی هم خوب بود ولی نخواستنش خودشون دوباره. سهمیه چمپیونز لیگ چلسی رو هم مدیونش بازی به لستر. بریم آقا سراغ تیم بعدی که واقعا خیلی فرصت نمیشه. بایرن و میلان چسبید. آره بریم سراغ پاریس سن ژرمن. حسین جان پاریس سن ژرمنی که آقا 7 تا بازی کرده، 5 تا برد داره، یه مساوی، یه شکست. شکسته در مقابل مارسی روبرتو دیزربیه که حسین امسال واقعا تیم خوبیه، جلو رئال هم خیلی اذیت کرد و حتی بیشتر از خود پاریس سن ژرمن گل زده امسال. و مساوی هم که هفته پیش در مقابل لیل بود، یعنی هفته آخر که با 10 تا تغییر رفته بود پاریس سن ژرمن تو. ببین راجع پاریس نمیخوام از دید برتری در لیگ صحبت بکنیم که یه امتیاز بالاتره چون موضوعیت نداره حسین. خب میخوام راجع به این صحبت بکنیم که پاریس درست در مصدومیت زیاد داره خب، ولی حسین نشون داده توی به وقتش در مقابل تیم قویا که انگار مثلا برای بچه‌ها متحد میشن دوباره دور هم دیگه جمع میشن، آتالانتا رو پاره کرده، بارسا رو اومد خونه بارسا برد. یعنی تیم هنوز با این که مصدوم زیاد داره خیلی تیم چغری، یعنی به خصوص نمایشش جلوی بارسا نشون داد که آقا من مدعی اول قهرمانی ام، برید کنار. از این بابت من اسم میکنم انریکه به یک بلوغی رسیده نسبت به تجربه‌ای که در بارسلونا داشت. انریکه در بارسلونا شاید اون انگیزه رو در تیمش بعد از اون سگانه اونقدر نتونست بالا نگه داره و تیم به دست اندازه‌ای مثل اتلتیکوی سال بعدش میخورد که حالا بحث داوری هم داشت، اون ضربه اینیستا که به دست گابی خورد و پنالتی بود مثلا نگرفتن دوران قبل وی آر و اون بازی دیگو زد تو نیوکمپ اگه یاد باشه. فکر نه اون خیر اون قبل‌ترشه، اون قبل‌ترشه 2 سال قبل 60 متری شوت زد به بارسا. آره اون که آره مال زمان مربی است که مربی اینتر میامی هم شد. آها تاتا مارتینو. آره 2 سال بعدش اون بازی معروفی رو میگم که گریزمان دبل کرد، ساول بیرون پا کشید، گریزمان زد، بارسا لباس زرد و قرمز پوشیده بود توی ویسنت کالدرون. عجب استادیوم خیلی دوست داشتم. رونالدو رفت و برگشت هر بار میرفت اونجا هتریک میکرد. خیلی استادیوم قشنگی بود واقعا. اون تورش اون مدل قدیمی که اتوبان از توش رد شد اون چیزه رو نمیتونست نگه داره، اون شوقه، اون انگیزه که خب شاید طبیعی هم بود چون اون بازیکن‌ها دیگه به اون افتخارات رسیده بودن. یعنی مثلا اینیستا زمان لوئیز انریکه خب قطعا خیلی چیزها رسیده بود که الان امثال ویتینیا و نوس و رویز نرسیدن هنوز و اون انگیزه رو دارن.
و این به نظرم به اسکوادشون هم برمیگرده و اون پروژه‌ای که کامپوس و انریکه با هم تعریف کردن که یک سری بازیکن خیلی جوان میانگین سنی خیلی پایین که اونها آتششو دارن و تشنه بردن جامن، تشنه اینن که به همه دنیا ثابت بکنن اگر لیگ فرانسه رو نمیبینید و حق پخش خیلی پایینی داره، ما تو چمپیونز لیگ میایم بهتون ثابت میکنیم چه تیم خوبی هست. آره ببین بعد اینم صحبت بکنیم که حسین ببین الان دزیر دوه داره میاد، خب کواراتسخلیا اوکی شده، دمبله هنوز نیست، فابیان رویز یکی دو هفته دیگه میاد، نیوس یکی دو هفته دیگه میاد و این تیم بازیکناش کامل بشن حسین، از اینی که الان هست خیلی خیلی ترسناکتر میشه. یعنی این پاریسی که ما دیدیم به اعتقاد من اون ماکسیموم قدرت پاریس نیست حسین. ماکسیموم قدرتش اون خط حمله پارسالشه که امسال اصلا خبری از اون خط حمله نبوده و به خاطر همین اون باخت جلوی مارسی و مساوی جلوی لیلو اصلا از نظر من موضوعیتی نداره که بشه راجع بهش صحبت کرد. چون فکر کنم تا نیم فصل تا نیم فصل اصلا اینا 10 امتیاز هم عقب تر بشن، مارسی براشون مهم نیست، چون نه تنها خودشون جدی بگیرن همه بازیشون رو میبرن، مارسی و موناکو و لیل و بقیه هم تیم‌هایی نیستن که شما انتظار داشته باشی و 12 تا بازی پشت سر هم ببرن. خاطر عمق اسکوادشون، مسابقات اروپایی که دارن، اونا هم وامیدن به اصطلاح. ممکنه همین مارسی هفته بعد جلو اوسر مساوی بده. دیدیم هفته اول جلو تیم 10 نفره باخت که خیلی هم اینجا بهش خندیدم و انتقاد هم شد. یه اتفاقی میفته و یه نکته هم اینه که همچنان ولی به نظرم مدیریت پی اس جی اون کاری که راجع به بایرن گفتی و در حق انریکه هم کرد، تیمش رو رویینتن نکرد. پی اس جی برای من هنوز تیم رویینتنی نیست و هنوز یه باگ داره. این اون میم معروف که طرف هم کلی کلاه خود سر کرده و لباس پوشیده ولی یه تیر کمون رفته اینجا توی چشش. پی اس جی هم همینه، یعنی اگر دوناروما رو حفظ می‌کردن و گلر بهتری نسبت به شوالیه می آوردن و 2 تا دفاع وسط می خریدن کنار رضا، یه دفاع وسط دیگه در اون لول مثل کناتو و سالی با اینها اضافه می‌کردن، اون دیگه تموم بود. ولی همچنان پاچو و شوالیه به نظرم نقطه ضعف این تیم میتونن تو بازی بزرگ باشن. ببین ما در نظر بگیریم که خب اینا با پاچو قهرمان چمپیونز لیگ شدن دیگه حسین میدونی و یه زابارنی هم اضافه کردن که الحق و الانصاف براشون خیلی خوب داره کار میکنه، از برموز خریدن. ببین باید ببینیم که این بازیکنایی که داری میگی در چه بازیایی قراره کمک بکنن. ببین اینا فکر نمی‌کنم هیچ کدوم قرار ما صحبتمون این باشه که اینا در لیگ فرانسه دارن چیکار میکنن، چون اهمیتی نداره، موضوعیتی نداره. ببین من دارم نگاه میکنم حالا مثلا بازی با لیل، مایولو اومده هافبک داره بازی میکنه، اینا همه جوون، امبایه، ببین اصلا ترکیبه 8 تا بازیکن جدید گذاشته حسین. و جالب اینجاست که اشرف حکیمی دقیقه 60، مندس دقیقه 60، ویتینیا دقیقه 60، زابانی دقیقه 70، اینا تازه اومدن تو، تازه بجز اون مصدوم دزیر دویی که نبوده. میدونی چی بهت میگم؟ کواراتسخلیا که فلان بوده، نمیدونم دمبله که نبوده. یعنی لیگو داره اینجوری جلو میبره، یعنی اینجوری داره مدیریت میکنه و تیم بازم از پسش برمیاد. همون ایده هم که نمیدونم توی جام جهانی باشگاه بود، من گفتم سوپرکاپ، فکر کنم سوپرکاپ اروپا بود که گفتم من اینو از پی اس من اینو از پی اس جی دیده بودم در بازی‌های خیلی ضعیف‌تر با تیم‌های خیلی ضعیف‌تر توی لیگ وان که میومد زایر امری رو فول بک راست در ابتدا میذاشت و اینکه جلو لیل این کارو کرده نشون میده خودش خیلی دیگه لیگ رو داره دست کم میگیره. خیلی مثلا براش انگار مهم نیست واقعیت. آره و تنها نکته اون بازی هم گلزنی داداش امباپه بود و شادی کیلیان خوب گل زد. راجع به نکته دیگه که میخوام صحبت بکنم که این بازی جونم اکیتیکه رو از پی اس جی به خاطر دعوا با همین برادر بیرون کردن. اگه الان اکیتیکه بود بازی بهش نمیرسه، کجا می‌خواست بازی بکنه کلا دیگه 3 تا اژدها داره اونجا، اون جووناش هم دست کمی از بچه اژدها ندارن واقعا. جلوی اثر پروانه‌ایه. جلو بارسا نشون دادن چقدر بازیکنای خوبی ان حسین، چقدر بازیکنای بزرگی قراره بشن. آره. دعوا با داداش امباپه ممکنه کریر ایزاکو تو لیورپول نابود کنه. ایزاک نه بابا، ایزاک که ماشاءالله 170 میلیون میارزه، خراب نمیشه کریرش. بریم راجع به دوناروما صحبت بکنیم، دروازه‌بانی که نمیخوام حالا بگم سیتی و اینا، ولی خیلی عجیب بود دیگه. یعنی کسی که تو خیلی از بازی‌ها نجات دهنده همین پاریسی که به قول تو حالا هنوز روی این تن نشده، یا اون پاریس زیبایی که من میگم پاریس پارسال واقعا زیبا بود، ولی یادمون نره چه سیوای عجیب غریبی کرد. من
2 شب پیش داشتم چیزو میدیدم، واسه خلاصه بازی آرسنال پاریس سن ژرمن رو میدیدم و یه اوت دستی رو پرت میکنن توی پاریس، فکر میکنم بازی یه شوت فوق‌العاده میزنه حاجی اودگارد و 10 دقیقه اول بازی برگشت باریکلا تو نیمه اول بود. میام داشتم خلاصه بازی میدیدم نیمه نهایی پارسالو و سیوای عجیب غریب سیواش در مقابل رشوردی که بازی کردن توی پنالتی و به یک باره اهی شد، بد شد، کسی شد که انگار بازی خراب میکنه. من احساس میکنم که یه ذره این مدل رفتاره، ما پارسال خیلی تعریف کردیم از لوئیز انریکه، من خیلی قبولش دارم، مربی خیلی خوبیه با شخصیت، به خاطر دخترش هممون خوشحال شدیم که آقا اینا قهرمان شدن و اینا، ولی احساس میکنم که فکر میکنم لازم بود یه ایگویی تو رختکنه بشکونه و من علاوه تصمیم گیری فنی خیلی نیستم این قضیه رو، چون الان که داره شوالی هم داره بازی میکنه که میگیم کار با پاش فلان و بیساره، تو بازیایی که ویتینیا بوده ما نگاه کردیم ویتینیا واقعا همون کارو داره میکنه، یعنی میاد دقیقاً همون بین دفاع توپ رو میگیره، دروازه‌بان کار عجیب غریب‌تر رو نمیکنه، نونو مندز وای میسه عین همون پارساله، اشرف میره بالا و بعدش حالا مندز اضافه میشه. و نظر راجع به این قضیه چیه که شوالیه رو برداشتن آوردن؟ من حس میکنم یک چیز 50-50 بود از سمت مدیریت و انریکه، شبیه کاری که برای امباپه کردن، از سمت مدیریت صحبتی شد، انریکه هم اوکی رو داد و یک همزیستی مسالمت آمیز بود بین ناصر و انریکه، چون تو بحث قرارداد و اینها هم یه سری سنگ اندازی‌ها دوناروما و ایجنتش کرده بودن، پی اس جی می‌خواست از شرش به اصطلاح خلاص شه، درست یا غلط این تصمیم رو گرفتن، انریکه هم اومد سینه سپر کرد و مسئولیت رو قبول کرد، مثل صحبت راجع به امباپه که میگفتن تو به در بالا گفتن امباپه رو بازی نده، میگه نه من میخوام تیم سال بعدمو بسازم، خاطر همین امباپه رو میذارم بیرون و این حرفا، راه اومده باشون و این اتفاق افتاده دیگه. آره اینم هست. حالا من چون دوناروما سختم میشه باش کنار اومده لحاظ حقوق و اینا دیگه، داستاناش با مالدینی تو میلانم خب حق داشته. ببین اگر الان هر چقدر سر ناسازگاری میذاشته به نظرم حق داشته دیگه، چون پارسال میتونسته بگم بهترین دروازه‌بان دنیام بدون شک. آره. یعنی پارسال و دیدیم رو زمینم نمون دیگه، رفت سیتی، همه تیم‌ها می‌خواستنش و سرداد رفت تیمی که مربیش اعتقادی به این سبک دروازه‌بانم نداشته. من صحبت دیگه راجع به پاریس سن ژرمن ندارم، به اعتقادم پاریس سن ژرمنی که داریم می‌بینیم در مقابل بارسا، در مقابل آتالانتا، بچه پاریس سن ژرمن بوده. من نظرم اینه، یعنی این تیم ما احساس می‌کنم همه یادمون رفته دزیر دو کوارتسخلیا دمبله در کنار هم دیگه چقدر میتونن خطرناکتر بکنن پاریس سن ژرمنو، چون خط هافبک همونه، به دفاع زابارنی اضافه شده، دروازه‌بان سوتی نده. من احساس می‌کنم پاریس سن ژرمن امسال حتی میتونه قوی تر از پارسالش باشه با توجه به اینکه ذخیره‌های فوق‌العاده، الان این بچه‌ها هر کدوم یه ذخیره‌ان، اونم با این انگیزه‌ای که دارن هر کدوم میتونن ستاره باشن. کاملا باید موافقم. اینم شبیه حرفی که راجع به بایرن زدیم که از آکادمی بیشتر بازیکن استفاده کن و پاریسی که دیگه این همه بازیکن مستعد تو آکادمیش داره، انکونکوها از اون آکادمی بازی کردن اومدن بیرون و میبینیم امبایه، مایولو اینا رو بازی میده و سربلندم میکنن مربی رو. این خودشون سیستم سالم و تمیز باشگاهداریه که شاید پی اس جی و سیتی با پول تمیز و راه منطقی و قانونی به اینجا نرسیده باشن، ولی از اینجا به بعد دارن کاملا سالم و تمیز پیش میرن که این حالا اون بحث کلی هم هست که نیستم مثلا میمونه که الان یکی منو ببره یه پنت هاوسی، من میگم خب پنت هاوس حالا من با فروش جنس به دست آوردم، از اینجا بعد حاجی من میخوام برم مثلا مسجد دیگه نماز بخونم دیگه مثل چیز دیگه مثل اون کارآفرین است که میگن چجوری به پول رسیدی، میگه با یه کارتون گوجه، میگن چجوری، میگه کارتون گوجه رو بردم سر کوچه بفروشم، فرداش با بزرگم مرد بهم ارث رسید. این شکلیه یعنی. ولی از اینجا به بعد این که خیلی سالم از آکادمی میخوان بازیکن به تیمشون اضافه کنن و شاید بارکولا 6 ماه دیگه بگه من میخوام برم، اینا دست و پاشون نمیلرزه، نیازی هستن به بارکولا دیگه واقعا ندارن، نمیلرزه، خیلی نکته مثبتیه دیگه. و همونجوری که میگی با همین بچه‌هام تونستن خیلی خوب کار کنن. الان من به نظرم این بچه‌ها از بارکولا بهتر و مهمترن، باور کن. آره، بارکولا رو باید بفروشن واقعا.
آره من تو تلگرام یه عزیزی ازم یه سوالی راجع به بارکولا پرسید و من گفتم برای من الان لیکانگی اینا بارکولا خیلی بازیکن مهم‌تری تو پاریس، واقعا نیازی بهش نداره. الان واقعا نیاز آنچنانی یه کیسه 60-70 میلیون پولیه. آره موافقم. آقا من صحبت دیگه راجع به پاریس ندارم، اگه صحبتی داری حسین جان بفرمایید. نه یکی دو تا بازی تو چمپیونز لیگ دارن که راجعشون صحبت می‌کنیم و کلا که با پی اس جی رو از بهمن اسفند به بعد قضاوتش کرد، شاید اصلا مرحله دوم حذفی چمپیونز لیگ. بله آقا اگه موافق باشی بریم سراغ بارسا و بعدش رئال صحبت بکنیم. راجع بارسا و رئال نمیخوام مثل تیمای دیگه صحبت بکنیم، بخاطر که ویدیوی کاملش تو کانال تو هست، بچه‌ها دوست داشته باشن میتونن توپ شناس ببینن. بریم راجع به یه ذره حسین مصدومیت‌ها صحبت بکنیم راجع بارسا اگه موافق باشی و بازی‌های آیندهشون. که تو اون ویدیو خیلی گیر داده بودن اتلتیکو مادرید چرا بک‌گراند نداره که آماده نشده بک‌گراند نداره. اتلتیکو مادرید چون بارسا بک‌گراند داره، رئال بک‌گراند داره، اتلتیکو بک‌گراند نداره. بک‌گراند دیفالت توپ شناس زدیم بچه‌ها. خب 7 تا لیگ آماده نشده. آره لیگ اروپا هم بردن، اون لیگ اروپا چقدر چسبید گریزمان. بله لیگ اروپاشون رو بذار. آره در حد داشتن اعتراض بود کردن بچه‌ها ریزبینن، خیلی بچه‌ها ریزبینن. دوست دارم. میتونی چیزام بذاری یا مدال نقره فینال چمپیونز لیگ رو بذاری. آقا مگه بعد مدال نقره آقا الان هادی چوپان رفت مدال نقره گرفت، بد نیست. فکر کنم آرسنالی باشه. بریم سراغ آره نمیدونم بچه‌ها میگیرن چی قهرمان شده 3-4 سال پیش. آقا قهرمان شده 3-4 سال پیش. بچه‌های آرسنالی داره تو تیکه میندازه، در جریان باشید. نه ولی جدی دارم میگم آقا بذار 2 تا مدال نقره بذار اتلتیکو، به خدا جواب خوشحال میشه. آقا بریم سراغ بارسا که حسین ملخ که به مزرعه میزنه همون شکلی مصدومیت زده به خونه فیلیک، اصلا عجیب غریبه. بله این یه مصدومیت، ببخشید بچه‌ها میخندم به خدا، به بارسا نمیخندم. من پارسال همش گفتم آقا پینتوس بازیکنای رئال مصدوم میکنه، واقعا هم همینجوری بود. یعنی پینتوس دیوونه کرده بود رئال، اینقدر مصدوم شده بود. ولی یه بخشی از مصدومیت‌ها هم ربطی به کارهای بدنسازی واقعا نداره. یعنی تو ممکنه راه میری و ربات پاره کنی و مایچه آدم جر بخوره نمیدونم. و الان بارسا هم تعداد مصدومینی داره. واسه مصدومون قطعیشون اولمو، لواندوفسکی، گارسیا، ترشتگن عزیز که بچه‌ها ما یک ماهی در تابستون درگیرش بودیم به خاطر صحبت‌ها راجع به ترشتگن، گاوی، رافینیا و راجع به یامال هم چیزی مشخص نیست. حسین جان نظرت راجع به این مصدومیت‌ها چیه با توجه به اینکه الان بازیشون هم با خیروناییه که فکر کنم خیرونا رو بذار ببینم، فکر کنم 20م بود، نه خیرونا 18مه، ولی 17 تا گل خورده زمان بسته توی این 4 تا بازی 5 تا بازی. علاوه تقویمی 2 تا بازی آیندهشون بازیایی که میتونن در بیارن کارو با حتی همین مصدوما و مشکلی نباید به وجود بیاد روی کاغذ. اما خب خود مصدومیت‌ها رو ریز نخواهیم بشیم، یه پکیج کاملیه از مشکل فیفا دی، فشار مربیای تیم ملی، اتفاقات شخصی برای یه سری بازیکن‌ها مثل یامال، بحث بدنسازی پیش‌فصل، بحث دیگه حالا بازش نمیم و این اتفاقا میفته دیگه. اما مصدومیت لواندوفسکی این موضوع خرید مهاجم فصل بعد رو خیلی روشن‌تر میکنه که بارسا باید از الان خیلی بیشتر به فکر باشه، نباید توی خواب شیرینی باشه که حالا یه هالند و آلوارز و اینو ما اوکی میکنیم. به نظرم باید خیلی جدی‌تر دنبالش باشن از الان و خیلی سخته. جفت این دوتا خیلی سخته چون خولیان آلوارز 3 سال دیگه قراردادش باقی مونده، ولی خودش خیلی مایله مثل اینکه آره خودش. من جدا اصلا خولیان آلوارز رو مهاجم بارسا میبینم، یعنی میبینم که این مهاجم دی ان ای بارسایی تایپ هم آرژانتینیه به هم اتلتیکو کلا فقط برای رئال شاخ میشه، تمام بازیکناشو تو سیمی 2 دسته تقدیم میکنه بارسا. جدی دارم میگم به خدا، اصلا دوش هر کیو که تو بگیو داده. گریزمان مهمترین بازیکنشون رو تو به رقیب مستقیمشون دادن، ازش گرفتن، اون که خیلی پول بابتش گرفتن. والنسیا رو این تایپ تیم میدیدم که این همکاری رو داشتن، آندره گومز، جوردی آلبا، داوید ویا. آندره گومز هایجک شده بود رئال، بند توپ طلا هم داشت، مثل مارسیال و اینا، این بند توپ طلا عجیب غریبه. ولی راجع به مصدومیت‌ها میگم
میخوام راجع به مسئولیت نبود اینا صحبت بکنم هم. فقط نیومدم بخونیم که میخوام الان بله. راجع به این صحبت بکنم که اینا خب. چه تأثیری میتونن داشته باشن از بالای زمین. از بالای زمین شروع کن. آره. لواندوفسکی اون سره. آره. لواندوفسکی به نظرم نبودنش در حال حاضر کمکی به خودش و بارسلونا میکنه. اونم به این دلیل میگم که لواندوفسکی بعد از خراب کردن پنالتی جلوی سویا و کلا انتقاداتی که امسال ازش میشد نیاز به این که مدتی نباشه داشت که هم تیم به راه حل های دیگه‌ای برسه، چون لواندوفسکی بازیکن 20 ساله نیست و نیاز به استراحت هم داره در طول فصل، در ادامه فصل. همین که هوادار بارسا هم باهاش وقتی برگرده مهربونتر هست، شاید متوجه شی که چه کیفیاتی رو از دست میده وقتی لواندوفسکی نباشه درون زمین. این از این که به نظرم حتی اگر بود هم بارسا حسین میگه که خب الان لواندوفسکی نیست، حقم دارن، میگن که آقا اوکی مثلا فران داره به جاش بازی میکنه، خب دقیقه 60 به بعد مثلا چی کیو بیاریم به جاش، عمق اسکوادمون چی؟ رشفورد اون بازیکنه هست که اونجا رو میتونه کاور کنه در صورتی که وینگر سالمی وجود داشته باشه. خب رافینیا هم امروز میگن شرایطش خیلی عجیب غریبه، بعید حتی به ال کلاسیکو برسه. و رافینیا، حالا از لوا رد بشیم بریم سراغ رافینیا، بعد بریم سراغ اولمو. رافینیا رو من حس میکنم مهمترین بازیکن بارساست توی اون فاز کانتر پرس بارسلونا، توی اون پرسینگ بارسلونا و چیزی که اون قطعه اول دومینوه که در نهایت منجر میشه به اون تک به تک شدن بازیکن حریف و رد شدن از خط آفساید. رافینیا اون نفر اول، اون لیدر پرس است که انرژی که میذاره، دوندگی بی‌امانی که داره، هوش بالای قطع توپی که داره، خیلی پارسال مثال زدنیه. سلطان واسکز گرفت، واسکزی که اصلا توپ لو نمیده به کسی در کریرش، واضحه اصلا. آره واقعا مثال زدنیه اون کاری که رافینیا میکنه و من میذارم پای آموزشی که در تیم لیدز بیلسا دیده که لیدز هم دیوانه‌وار با بیلسا بازی میکرد دیگه. بله. چیزی که دیزربی میخواد بهش برسه رو بیلسا قبلا بهش رسیده، یه بازی 6 تا میخورد، یه بازی 5 تا میزد. بله. و تو اون تیم بزرگ شده رافینیا، بالغ شده فوتبالش. از این لحاظ من حس می‌کنم نبود رافینیا بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای جز پدری اثرگذار باشه روی بازی فیلیک. یعنی اول پدری بعد رافینیا لحاظ اهمیت، چون این تیم بدون یامال هم می‌بینیم نیوکاسل رو هم میتونه تو انگلیس ببره با اینکه یامال بی‌نظیره و لذت می‌بریم از دیدن بازیش. و رافینیا من حس می‌کنم بزرگترین غایب این تیم است، بعدش خوان گارسیا که حالا نظرت راجع رافینیا بدونیم بریم سراغ. من خیلی موافقم باهات. ببین رافینیا خیلی کمک میکنه. ببین رافینیا من میگم پارسال طرفدار بارسا ناراحت نشن اصلا، واقعا پارسال بارسا بد کرد به رافینیا، به خصوص سر ماجرای توپ طلا، یعنی انگار عملکردش نادیده گرفته شد. ببین پارسال بی‌نظیر بازی کرد حسین و هر توپی بهش میرسیدی گل میکرد، لعنتی از هر کجای زمینم شوت میزد و گل هم میشد دیگه. مثالش به اینتر، به خود رئال، هدزنی، فرار پشت دفاع، پرس، اصلا عالی بود رافینیا. آره واقعا گلزنی شد، اشاره نکردیم که اون چی بهش میگن، اون اسلحه مخفی فیلیک بود که آره. بقیه میساختن، رافینیا تموم میکرد. خیلی بلایی که سر بایرن و بنفیکا و اینا تو چمپیونز، سر رئال، سر پوست رئالو کند، واقعا رفت و برگشتش تو جوزپه ماتزا. بله تیم رو داشت میفرستاد فینال اروپا. دقیقاً خیلی هم خوب زد. یعنی اینا رو باید در نظر بگیریم که بارسا اگر رافینیا نباشه، البته بعد اینم بگیم اگر برمیگرده با چه فرمی برمیگرده حسین، اینم خودش و رافینیای راست رو من اونقدر دوست ندارم. تو رافینیای چپ رو دوست داری؟ خیلی کاری که پارسا داره میکنه. وینگر رو پای تخصصی رو بیشتر دوست دارم من. باز وینگر آره. تو اونجوری دوست داری؟ آره یعنی من دوست دارم وینگر چپ بازی کنه، وینگر راست با راست. خب تو کلاسیک تور دوست داری دیگه، و سبکی که مربی قدیم 442 مثلا اینجوری بازی. اصلا که بتای سیتی هایی که میدیدیم سانه چپ بود، استرلینگ راست. آره. ولی خب فوتبال یه ذره عوض شد دیگه، الان اینورت شدن وینگرها دیگه، میان تو که همه اینورت شدن. گلرام به زودی اینورت میشن. واکی اینورت میشن واقعا. و بازیکن بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم حسین، بعد اشاره کوتاهی بکنیم، گاوی که دوباره مصدوم شد. خیلی فکر میکنم کریرش دیگه داره به فنا میره واقعا. آره و یامالی هم که حسین معلوم نیست مصدومیتش، استخون شرمگاهی و اینا که دارن میگن این سری از 2 جا عیب و ایراد کرده و خیلی هم میگن مشخصی ستا به ال کلاسیکو هم برسه. یامالو میرسه اینجوری میگن.
اینجوری احساس. حالا اون ممکنه بازی روانی باشه که کمپ بارسا بخواد این کارو بکنه برای رافینیا، برای یامال، شاید برای لواندوفسکی نه که خیلی اصلا ولی باز به هر حال اگر بیارم احتمال اینکه که آمادگی 100% نداشته باشن زیاده دیگه، به هر حال مصدومن. ولی اصلا یامال تو همون مثلا نیمه اول جلوی پاریس، همون نیم ساعت 45 دقیقه هایی که فیلیک امسال بهش فرصت داده کیفیت رو نشون داده دیگه. اون 100% بازی لالیگایی که اومد بلافاصله پاس گل داد و این آدمه چیز عجیب غریبی، خطر بالقوه است. با یه نیمه بازی کردن میتونه کار حریف رو تموم کنه، نسخه حریف رو بپیچه. یعنی حتی یک 45 دقیقه، یک نیم ساعت، مثلا دقیقه 60 هم جلوی رئال بیاد تو، به نظرم ترسناکه حضورش. خیلی باید رئال هوشیار دفاعش بکنه یا هر تیم دیگه ای جلوش، چون همه تیم‌ها نونو مندز ندارن واقعا، یه دونه است. همون چیزی که گفتیم تو لیست دفاع چپای دنیا اول نونوه، بعد خیلی باید بری پایین برای نفر دوم سوم. و تازه همون نونو رو هم من معتقدم بوکس فریزر و محمد علی کلیه 12 ران همو میزنن. حالا تو بقیه بچه‌ها این دیدو ندارین، ولی قابل درک یامالو کشت واقعا. آره قابل درک. نونو مندز بود به قول خودت، امثال نونو مندز و لوکاس واسکز نیست واقعا در دنیا، واقعا کم پیدا میشه واقعا. دوستش دارم این اتفاقا میفته. ولی از کافو، ولی از سمت بود رسانه‌ای و بود مردم، من واقعا این داستان ایجاد شرم برای یامان رو نمیفهمم. یعنی مخصوصا از سمت فن بیس بارسا. خب فن بیس نگرانه حسین. فن بیس الان این نگرانی رو راجع به وینی هم داره. خب حسین حق داره طرفدار. وینی آخه داستانش که متفاوته. وینی خودش دردسرساز بود درون زمین، یعنی درون زمین خب من سرش درد میکنه برای یامال. حتی از وینی هم به نظرم خطرناکتره به خاطر سنش میگم. یعنی وینی الان توی 23 سالگی مثلا داره با 600 نفر ریخته رو هم دیگه، و این اتفاق برای یامال خیلی رسانه‌ایه توی این سن و سال و خب میتونه کریرشو تموم بکنه. خیلی رک بگم، نه اینکه ضعیف بشه. میدونی؟ موافقم کاملا. ولی من میگم بازی در بارسا و رئال، بازی در یونایتد، بازی در یوونتوس، اون دیده به خصوص رئال و بارسا یه ذره‌بین دنیا روته کلا. آره بازی در بایر مونیخ در آلمان، در اخبار آلمان و اخبار محلی و اخبار کشوری، و بارسا رئال دیگه. هر کاری کنه 1000 تا چیز زرد ازش میاد بیرون، چون اصلا چش میاد یک سری رسانه‌ها که عملاً با یک سری باشگاه کار میکنن اونجا، مارکا، موندو و بارسا، برعکس باقی دنیاست. من میگم فن بیس خود بارسا نباید تو این ایجاد شرم کمک بکنه به بقیه برای یامال. طرفدار حسین، من الان بچه‌ها راجع به وینی هم از من تو تلگرام و اینا میپرسن. ببین حق دارن، مثلا میگن نگاه کن علی، به من میگم یا علی آقا داره توی رئال بد بازی میکنه، بعد اون طرف خبرش میاد بیرون زمین فلانه. میدونی چی بهت میگم؟ اینجا دیگه من نمیتونم بیام به طرفدار رو ساکت بکنم. میدونی یعنی اینجا من حق میدم به طرفدار، میگم آقا یه وقت همه آخه ببین اونایی که ایدئال بودن توی این مسیر پا گذاشتن، ببین کینگ این کار رونالدینیوه. بعد 2-3 سال بارسا گفت برو میلان، تو میلان هم فقط هایلایت یوتیوبیه رونالدینیوه که به درد میخوره. والا بلا بازیش به درد نمیخورد اونجا تو میلان، جدی دارم میگم. اصلا کلا اون میلانه شده بود یه میلان بیخودی بود. دیوید بکام هم رفته بود اونجا. میدونی چه میگم؟ یه تیم بود که پر اسم بزرگ بود. واقعا جذاب نبود علاوه افتخار به دست آوردن و اینا. میدونی چی میگم؟ و خب همه میگن آقا قطعا نه یامال نه رونالدینیو، هیچ کس، ببین نمیدونم، والا من نظرم اینه، به نظرم هیچ کس استعداد رونالدینیو رو تا حالا تو فوتبال نداشته. آجی نابود شد. یعنی این شوخی بردار نیست. یارو اگه تمرکزش رو فوتبال برداره، واسه همینه طرفدار، من میگم طرفدار بارسا به حق نگرانه برای ستاره تیمش. میگه آقا ستاره تیمم بیشتر تو فوتبال باشه تا بیشتر رو خانم بازی. حالت دایه دلسوزتر از مادر داره. یعنی خود یامال، پدر مادرش، ایجنتش، اون کمپ بزرگی که داره، اونها باید حواسشون به این داستانا باشه. هوادار نباید هرسش رو بخوره. بله هوادار نباید هرسش رو بخوره. پدر میبینی مثلا میخواد مثلا اینا اگر یامال از اوج پدرشو میگم، پدر مادر امباپه هم همینن، اونام دنبال یه وقت فکر نکنه یکی دارم جود بلینگام مثلا همینه، رفته بودن تو رخکن، مامانش رفته بود تو رخکن چک زده بود تو گوش کوواچ. حالا اینجوری هم نبود، حالا من دارم آبش ولی محروم کردن از حضور در اطراف سیگنال دولان پارک و رخکن و اینا اونا رو. ولی میگم اونها باید ناراحت بشن اگر اینا افت بکنن. اگر پس فردا یامال از صحنه اوج روزگار بره کنار، اون توجه، اون پوله دیگه به سمت اونا نمیره و هوادار درگیریایی هم با فیلیک براش پیش اومده.
همون جوری که که بهت فیلیک گفتم درست میکنه اوضاع رو به نظرم. آره حق با فیلیک هم گفتیم. هست، شوخی با کسی نداره دیگه و اوضاع رو درست میکنه. آره موافقم. یعنی به نظرم چون فیلیک سرمربی تیمت، رافا بنیتز سرمربی تیمت نیست، اتفاقا باید خیالت خیلی راحت تر باشه و هرسشو نخوری. از این لحاظ موافقم که هانسی فیلیک باجماج نمیده، یعنی اصلا به الان هوادار میلان 1% نباید نگران لیاو باشه. آلگری اونجاست، ولی وقتی کنسیسا و آدمش پیولی نکنه اونجا میذارتش بیرون کلا. آره ولی مثلا پیولی اونجا بود باید نگران میشد که وای نکنه پیولی مثلا قدر اینو ندونه، نتونه اینو محافظت بکنه، ولی فیلیک کارشو بلده. و اگر موافق باشی دیگه راجع به بارسا بریم راجع به بازی آینده شون هم یه صحبتی بکنیم حسین جان، که ببینیم تقویمشون چجوریه. میزبان خیرونا ان که بازی آسون شنبه برگزار میشه، بارسا میبره قطعا. بعدش سه شنبه میزبان اولمپیاکو ان که بازم تو اسپانیا، بازم بازی آسونه و قبل از ال کلاسیکو به نظرم یه استراحت توپل میتونن داشته باشن دیگه، چون یک اگر تو مادرید بازی دارن، تو برنابئو. اگه بازی خودشون برای خودشون پیچیده نکنن، بارسا انتظار معقولیه که با 2 تا برد بیاد بیرون. آره اولمپیاکو دیگه نه دیگه، خدایی نه دیگه، میدونی یعنی بچه‌ها جلو آرسنال تیم خوبی بودن، ولی آرسنال اون بازی خیلی دست کم گرفت. یعنی میگم بارسا نباید هم بارسا همینایی هم که الان هستن از بعد تهاجمی و خط هافبک که هست حسین، یعنی خط هافبک پدری و دیونگ و اینا که هستن، خط دفاع مثلا شزنی واقعا گلر کاملا اوکیه، گل خوبیه دارین در مقابل اولمپیاکو دارین بازی مهاجم مهدی طارمیه تهش. آره اونم نیمکته. بله. بعد با رئال بازی دارن، بعد با الچه بازی دارن، بعد در مقابل کلاب بروژ و مهمان سلتا ویگو فکر کنم دیگه، بعدش میرن فیفا دی. یعنی توی این فیفا دی، از این فیفا دی تا اون فیفا دی، بارسا عملاً بازی سختش فقط ال کلاسیکو، تو اگه سخت باشه، اگه بخوان مثل پارسال بیان راحت رئالو ببرن که دیگه اصلا بقیه بازیاشون هم آب خوردنه. من اسم کنم الچه میتونه دندونگیر باشه، تیم مرموزیه و سلتا خارج از خونه هم پارسال باشون 2-2 کرد اونجا. آره سلتا آره سلتا همیشه اون گربه سیاه بوده. برای بارسا رئال خیلی اذیت نمیکنه، بارسا رو اذیت میکنه. کلا تقویم خیلی بخوای مقایسهش کنی با رئال، تقویم خیلی ایزیه. کاملا تقویم خود بارسلونا برمیگرده و به عمل کردش، یعنی خودشون میتونن تبدیل به جهنم کنن این بازی رو. همون جلو الچه اتفاق عجیب غریبی بیفته، جلو سلتا ال کلاسیکو رو ببازن، اصلا همه چی به هم بریزه، چون واقعا بارسا اینجوریه، تو یه بازی میبازی که اون بازی بزرگم باشه همه چیز به هم میریزه. خود لوئیز انریکه که میگیم در فصلی که 3 گانه برد، یه ال کلاسیکو باخت، بازی بعدی به همین سلتا ویگو بود فکر کنم اتفاقا باخت و زوبیزارتا استفاده داده، نمیدونم فلانی اخراج شد، ال کلاسیکو خیلی تاثیر عجیب غریبی در ادامه روندت میذاره. اصلا ممکنه تو دوم بشی تو لیگ، ولی به واسطه بردن اون ال کلاسیکو اون حمایت فن بیس و اون سپر دفاعی رو داشته باشی. قطعا همینطوره. من صحبت دیگه راجع به بارسا ندارم. این موافق باشی عین همین صحبت‌ها رو بریم راجع به رئال هم داشته باشیم. حسین جان من فقط بیارم لیست رئال مادرید رو ببینیم دنیا دست کیه. خب بله. حسین جان رئالی که صدرنشینه فعلا و مصدومینش حسین رودیگر که خدا نگهدار، کلا کارواخال فکر نمی کنم یه برگردم اتفاق خاصی بیفته. ترنت و کارواخال نزدیکن، همه رسانه ها میگن ظرف 10 روز آینده قطعا برمیگردن، ولی اینکه ال کلاسیکو قطعا نیستن دیگه. رئال دفاراس رئال دیگه 2 تا دفاراس خرید، رئال 3 تا دفاراس هم بخره، هر 3 تا مصدوم میشن آجی. آره من فکر کنم واسکز هم اگه میموند الان مصدوم بود. بله و هویسن هم حسین مصدومه و مثل اینکه مصدومیتش شدیدتر از اون چیزیه که رئالیا فکر می‌کردن، حتی خیلی‌ها میگن ممکنه به ال کلاسیکو هم نرسه. بیایم اول راجع به، شاید فکر کنیم می‌خوایم هویسن صحبت بکنیم، ولی اول راجع به یه بازیکن دیگه می‌خوام صحبت بکنم که به اعتقاد من مهمترین بازیکن رئال مادریده، یا شاید در تاریخ رئال هم همینجور باشه، که بازگشت معدین داشته، اونم مندیه. مندی بعد از 9 برگشت بالاخره، بعد 8-9 ماه سلطان برگشته به تمرینات گروهی. نظر راجع به مندی چیه؟ مندی اگر بدنی و ذهنی آلونسو بتونه احیاش بکنه. راجع به مندی از سوالی پرسیدم. گفتم طنزم چاشتی کارش داشته باشه. اصلا واقعا چی بهش میگن،
اصلا تراژدی شده دیگه بحث مندی دیگه. من واقعا نمیدونستم زنده است بنده خدا. این مالاسیا یونایتد شده بود که پیداش نمیکردن 2 سال پیش. اول گفتن یه ما مصدومه، بعد دوباره تو مصدومیت مصدوم شد، تو مصدومیت دوباره مصدوم شد. آره داستانی چه کار داره میکنه با خودش. پشت داشته. و یه نکته بگم دارک ترش کنم، رئال باش تمدید کرده ولی تخمشو نداره تو رسانه‌ها اعلام بکنه تمدید کردیم. میدونستی؟ به خدا میدونستی اینو رئال پارسال باش تمدید کرده و قرارداد داره و رئال اعلام نکرده از طریق سایت رسمی، ولی اکثر رسانه‌ها گفتن رئال 2 سال دیگه تمدید کرده با سلطان و بعد پول بده مندی. عالیه. ببین مندی و من در یک دنیای ایدئال صحبت میکنم، در یک دنیای فانتزی. اگر بدنی و ذهنی به اون 10 از 10 برسه، LCB خیلی خوبی میشه برای دفاعی بازی کردن رئال. دفاع خوب میکرد کلا، یعنی خوب دفاع LCB خوبیه. آره که هویسن دفاع وسط بشه، میلیتائو یا رودیگر راست، یا حتی کارواخال RCB، مندی باشه اون بازی کنه که نقشی که کارراس هم با توپ رئال میگیره اونجا میشه LCB و کارراس و وینگ بک مثلا بازی بده و مندی پشت سرشون بوده دفاعی رو داشته باشه، جمع بکنه اونجا رو. یعنی در این دنیای ایدئال آلونسو شاید در ذهنش این مرور بشه بگذره، ولی این مندی که الان داریم که نه واقعا دیگه به هیچ دردی نمیخوره. موافقم بود. چی بگم واقعا چی بگم، همین که مثلا شوکه شدم که گفتم برگشته. آره سلطان برگشته. حسین نظر راجع به هویسن چیه؟ اگر نرسه من به نظرم رئال بد باخت میده اگر دین هویسن برنگرده. خیلی تاثیر داره حسین. به نظرم بچه‌ها برن بازی با پاریس سن ژرمن رو ببینن که نبود دین هویسن این رئال رو کلا ریست فکتوری کرد به رئال مادرید آنجلوتی و دیدیم که اتفاق عقب زمین نمی افتاد. مدافعین دیگه مادرید به اندازه هویسن نه اعتماد به نفس بالایی دارن با تو، نه دقتشو، نه آره نه علمشو واقعا که اون کارا رو بخوان انجام بدن و حضور هویسن خیلی میتونه قطعا تاثیرگذار باشه. این که بدیهیه و خیلی برای خودم هم جذاب بود که این کلاسیکو رو واقعا بدون مصدوم آدم بتونه ببینه دیگه. خیلی دو تا تیم مصدوم دارن. جدال لواندوفسکی رو با هویسن بتونید ببینید، جدال مندی رو با یامال بتونید ببینید، ولی نشد دیگه. یعنی واقعا نشد. ترنت رافینیا از اون چیزایی بود که من واقعا دوست داشتم امسال ببینم. آره خیلی ترنت بد موقع مصدوم شد و طولانی مصدوم شد آجی. من حس می‌کنم شاید اصلا ترنت اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه فلاپ شه. حرف بزرگیه ولی اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه، ولی با هنوز بازی نکرده برای رئال. خب بازی نکرده ولی با توجه سیستم شابی الونسو فکر نمی‌کنم، چون خیلی پاس میدیم. این خیلی باید کارو در عجیب غریب تو فاز هجومی کمک بکنه که به چشم اون هوادار برنابئو رو بیاد. تو فاز هجومی کارواخال هم نیست، یعنی کارواخال هم 3-4 تا بازی اول نبود، بعد 2 تا بازی بود و دوباره مصدوم شد. یعنی اونم راست کلا رئال نداشته دوباره امسال. الان فد والورده داره راست بازی میکنه که عجیبه دیگه، واقعا بوده دیگه. واقعا وسط برده کنار. آره یعنی واقعا عجیبه. رئال هم 2 سال واقعا این موزل دفاع راستش خیلی عجیب غریب. من دیگه امسال نمیتونم واقعا قور بزنم حسین. حتی مثل دفاع وسط. آره دفاع وسط یعنی واقعا نمیتونم بگم پرز رفته آرنولد خریده، یارو 2 تا بازی کرده 10 هفته مصدوم شده. کارواخال هم هست. کارواخال هم مصدوم شده. یعنی میدونی یعنی بعد شانسی مصدوم هم نبود، محروم میشد. و امباپه که حسین تو بازی ملی یعنی مصدوم بود، ولی فرانسه احمق برگشت گفت که شما بفرستش بیاد اینجا در تمرینات ما بازی بهش نمیدیم، بیاد کار بدنسازی بکنه فلان. بازی بهش داد، 80 دقیقه بهش بازی داد و مصدوم شد و اومد و الان میگن که آقا شاید احتمالاً بازی با خطافه رو بازی نکنه که رئال جلوی یوونتوس بتونه ازش استفاده کنه و جلوی، و اگر یهو مصدومیتش تشدید بشه رئال بدبخت میشه. واقعا رئال بدون امباپه واقعا به فنا میره حسین. این به نظرم حتی بازی با یوونتوس هم ارزش نداره که شما بخوای رو بازیکنی مثل امباپه ریسک بکنی. همون چیزی که راجع به یامال میشه گفت، راجع به رافینیا میشه گفت، راجع به وینیو امباپه و امثال هم میشه گفت، راجع به هالند در سیتی، پالمر در چلسی، اینا تک ستاره های اون تیمن دیگه. تیم رو کاپول اونها میچرخه به اصطلاح. و امباپه حتی جلوی یوونتوس هم بازی نکنه، رئال مثلا بازم میتونه یووه رو اصلا ببره بدون امباپه هم میشه مساوی کنه. چه اهمیتی داره با یوونتوس مساوی کنه؟ اهمیتی نداره واقعا. حالا شاید بگن آلونسو مربی بازی بزرگ نیست، ولی اون راست واقعا اهمیت داره. بعد با هم بازی کنیم ببریم. جزوی اهمیتی نداره. قبلا یوونتوس رو بردیم، مثل اینکه یوونتوس تیمای بزرگ حساب نمیکنه طرفدار رئال. اما واقعا امباپه، اینو بگم که توی بخش تیم ملی و به دشامش باید فکر بکنیم که این آدمه
1% براش مهم نیست بازیکن. این خیالش نیست. مثال انگولو کانته از فیفا دی میومد مصدوم، چلسی خوبش میکرد، یه بازی قبل فیفا دی برای ما نیم ساعت بازی میکرد، کانتر رو دعوت میکرد، 90 دقیقه جلو هندوراس و جبل الطارق بهش بازی میداد، مصدوم و آشولاش برمیگرد. جلو کی بازی که آذربایجان بود چی بود؟ آره. بازی که الان 80 دقیقه عجیب غریبم زد. آره بعد اینقدر تایم به یارو بازی بدی، خب لعنت یه 60 اون فرانسه اون بازی 1 میلیارد بازیکن داری، تو 3 تا تیم ملی داری بی‌ناموس. کلوموانی، اکیتیکه، ماتتا، تورام، انکونکو، 7 تا 8 تا مهاجم نوک فقط میشه مثال زد برای اون صحبتی که من و تو کردیم. واقعا فرانسه و انگلستان در جام جهانی اجازه داشتن تیم دومشون یه دفعه میومد جز 4 تا تیم تو نیمه نهایی. تیم 2 3 بدن تو 8 تا 3 تا تیم واقعا تو 8 تا میاد و 3 تا تیم ملی فرانسه داریم. بابا دیگه جلو اون تیم اینقدرش بازی نده. تک ستاره اون تیم کاپیتان تیمته. حالا کاپیتان تیمت که حالا نه اصلا بعد ازش محافظت بکنی. آفرین. یعنی الان خود امباپه احتمالاً شاکیه که اون فرم خوبی که داشت برای کفش طلا، برای یه توپ طلا احتمالی داشت گل میزد، رقابتی با اون هری کینه داره که اول ویدیو صحبت کردیم. حتما تو انداختیش از اون فرم و پس فردا روزی اگر بره پیش رئیس فدراسیون بگه زیدانو بیار نباید تعجب کنی. آره اینم داستانیه. و دیگه صحبت دیگه راجع به رئال نیست جز بازی‌های روبروشون که بعد ببینیم کیا رو بازی دارن. رئال با خطافه داره یک شنبه، خیلی بازی سختیه، خیلی بخصوص با این تعداد مصدومینی که رئال داره بخواد اونجا بازی بکنه به این با راول آسنسیو جلوی خطافه سخته. بعد 3 روز بعد حسین رئال با یوونتوس داره و 3-4 روز بعد با بارسا بازی داره و تقویم رئال به شدت سخته. میره در مقابل والنسیا و بعد 3 روز بعد میهمان لیورپول. یعنی رئال تو فاصله 22 رئال تو فاصله 12 روز حسین با یوونتوس، بارسا و لیورپول باید بازی بکنه. کمتر از 2 هفته با این 3 تا باید بازی بکنه. آره که لیورپول باید ببینیم موتورش روشن میشه نمیشه. به هر حال بازی سخت برای رئال باید محسوب بشه. در آنفیلد تو برنابو اگه بود فرق می‌کرد. ال کلاسیکو رئال اگه ببره به نظر من میتونم بگم از همین الان شانس بالاتر رو داره که لیورپول هم ببره تو آنفیلد، ولی اگه ببازه میگم شانس پایین‌تر. علاوه روحی دیگه دقیقاً. ولی اگه ببازه بارسا بازی یووه رو اونقدر حساب نمی‌کنم به عنوان بوست. نه برد یا باختش اونقدر فکر نکنم اثرش میشه، همونجوری که باخت به میلان اثری فصل پیش رو روند تیم نداشت که بگیم خیلی و تیمو انداخت. و ال کلاسیکو هم من از الان پیش بینی می‌کنم اینجوریه که شاید هر کی ببازه فن بیسش مصدوم‌ها رو بگن دیگه به عنوان بهونه. خب اهمیتی نداره به حال مصدوم باختی و دو طرف هم درگیرن. آره ولی خب به قول معروف هواداری رافینیا هم برگرده. آره رافینیا هم برگرده، هویسن هم برگرده. اینکه 100% آماده نیستن هم خودش اینا خودش چند دقیقه میتونه بازی بکنه. یارو نه دوباره مصدومیتش تشدید شه بره یه ما دیگه برای خودش. چون ال کلاسیکو بازی نیست که تو بگی من بازی میکنم کم فشار بازی میکنم، بعد 200 خودتو بذاری به جا سر خودت. و حیفه که این ال کلاسیکویی که انقدر منتظرش هستیم و با رونی بارداخچی و راول آسنسیو تو ترکیب ابتدایی دو تیم ببینیم. بله. و من صحبت دیگه راجع به رئال هم ندارم حسین جان. منم همینطور. بگو از به نظرم همینجا راجع به این تقویم کامل صحبت کردیم و کامل‌ترش هم که 270 دقیقه لالیگا. بله. و بریم سراغ سوپر تانکس. یه دونه داشتیم آقای حمید ادیب عزیز 109 لیر ترکیه و تشکر کرده. فقط دم شما گرم حمید جان. گل دونیت نداشتیم. سوپر تانکس داشتیم. حسین آقا اولیش با شماست. تاپ کامنت اولیش با شماست. بله. آقای حمید نوشته که با احترام این حرف حسین محترم که استاندارد منچستر 3 برد 3 باخت و 1 مساوی و رتبه 8 جدول رو به عنوان هوادار یونایتد توهین میدونم. این تیمی است که سالهای سال از بزرگترین های فوتبال بوده و بدون شک بزرگترین باشگاه فوتبال انگلستانه. در کل قبول دارم وضع تیم خوب نیست، ولی این اوضاع بد هم تمام می شود. نباید کسی استاندارد همچین باشگاه بزرگی که سهم بزرگی در تاریخ فوتبال داره تا این حد پایین بیاورد. با احترام و تشکر از هر دوی شما. من بگم بعد شما بگی. حتما بفرم. ببین من که تو کله حسین نیستم، ولی دید ما بچه‌ها دیده اینه که فرم الان ببین رئالم پارسال من میگفتم کثافت 4 بازی ما به ال کلاسیکو رو باختیم. خب کثافت بودیم آقا.
کسی نمیگه که رئال سال قبل 4 تا ال کلاسیکو پشت سرم بارسا رو برد، ولی از زمان دی استفانو تا اون لحظه رو که نقض نمی‌کنی هم بازی یعنی داریم میگیم پارسال رئال کثافت بوده، یعنی این دلیل بر نمیشه که کلا رئال کثافته. یونایتد هم این فرمش بچه‌ها متاسفانه این دیگه دست من و حسین نیست، مربوط به 1 سال گذشته نیست، بیش از 10 سال این تیم درگیره و به اعتقاد من بیماره. خب و اگر الان ما داریم میگیم یونایتد اگر مثلا 6م 7م بشه خوبه، با توجه به شرایط الانه کسی راجع به یونایتد فرگوسن که صحبت نمیکنه. اون یونایتد اگه دوم میشد بعد میبردی زیر سوال و علامت زیر ذره بین میگفتی چرا دوم شدی. اون یونایتد مثلا رونالدو داشته، نانی داشته، نمیدونم ویرونی داشته، چلسی هم بوده داشته. بله آنجلوتی دوم شد، آبراموویچ اخراجش کرد. اخراجش کرد، ولی الان هوادار چلسی نمیتونه بیاد بگه من دوم بشم ناراضیم. این واقعیت الان باشگاهه، یعنی ما داریم دید الان رو میگیم. حالا این دید من بود حسین، شما میخواید جواب حمید آقا رو بده که ناراحت. من ابتدا تشکر میکنم از حمید جان به یک علت، اونم اینه که فیدبک داد و مخاطب به اصطلاح روح نبود. کامنت گذاشتن و درگیر شدنش با این محتوا برای من ارزشمنده در ابتدا. دوما بگم در مورد اون بزرگترین که به نظر من بزرگترین باشگاه انگلیس لیورپوله، به خاطر اینکه تعداد لیگ برابرن در اروپا. که اونم مثلا سلیقه‌ایه، یا هوادار آرسنال بگه آرسنال بزرگترینه نمیشه اونم چیزی به نظرم مهمه. من منطقه مختلف خود رئال تو اسپانیا بیشتره، تو اروپا بیشتره، ولی دلیل میشه که مثلا یکی طرفدار اتلتیکو نباشه، یکی طرفدار بارسا، آسه میلان، اینا هر کی عشقی طرفدار یه تیمی شده دیگه، جامعه براش مهم نیست. دقیقاً. و ما این رو خب چی بهش میگن به عنوان بیس کار قبول کردیم که دیگه نمیایم توضیح بدیم. یعنی وقتی داریم راجع به یوونتوس تودور صحبت میکنیم میگیم آشغال وضعیت دفاعی این تیمه و این یوونتوس این نیست که لوگوشین بود که بوفون، کیلینی، بونوچی، بارزالی داشت، نمیدونم 30 خورده ای اسکودتو برده با اونایی که تو دادگاه ازش کم کردن و فلان و اینا. راجع به حال حاضرش داریم صحبت میکنیم و ما فکر کنیم این دیگه پذیرفته شده است برای مخاطب. ما نباید هر سری یک پرانتز باز کنیم، داریم راجع به تاریخ اون تیم صحبت می‌کنیم. در کشتگی نداریم واقعا. یه زمانی خط هافبک اونا پیلو بوده و پوگبا بوده و مارکیزیو بوده و ویدال بوده. الان رسیده به اینکه لوکاتلی شاخشونه. دل پیرو، ترزگی، رستو، ولاویچ. آفرین. یعنی واقعیت اینه، ما اصلا پدرکشتگی واقعا با هیچ تیمی نداریم. یعنی اصلا چلسی که دیگه تیم خود منه. بابا الان بنده خدا همین امشب داشت میگه بایر مونیخ میتونست 5 تا 6 تا بزنه به چلسی دیگه. نمیخوایم واقعیت ها رو جلو چه شما بریم که به این دید نگاه نکنید لطفا. اصلا ما فرم الان تیم‌ها رو داریم میگیم. و توهین هم نه واقعا. یعنی مثلا فضای یوتیوب، فضای اینستاگرامی نیست که ما بخوایم به سمت توهین و ترول کردن تیمی بریم. ما اینجا چیزی که به نظر منطقی است رو میگیم و کاملا طبیعیه که یک سری بپسندن یک سری نپسندن. هیچ فضیلتی اصلا توش نیست، چه کل کردن نداره. آقا الان ال کلاسیکو قراره برگزار شه، ممکنه رئال 4-0 ببازه، من بعد بیام اینجا راجع به بازی صحبت بکنم. بچه بازی که نداریم که الان مثلا شغلمون اینه اصلا. این برای حالا ما یکی دو تا حسین چلسی باخته مثلا میگه آجی من قهر کردم، نمیام آجی باخته. خب باخته که باخته، چیکار کنم؟ بعد بیایم ویدیومونو بگیریم، اهمیتی نداره. من یکی دو تا شوخی مثلا ممکنه بکنم. یعنی مثلا تو همین ویدیو با آرسنال شوخی رو کردم، با اتلتیکو شوخی کردم. اونا شوخیه، ولی مثلا تو اون بحث چیز من واقعا جدی بودم. یونایتد هدفش بین 5 تا 8 9 یه سهمیه اروپایی بگیره. چیزی هم هست که از باشگاه گفته شده، یعنی خبرنگارهای نزدیک به منچستر این حرف رو زدن، یه سهمیه رو برسونه. ما اتمام حجت کرده اینئوس به رهبری سر جیم رادکلیف با آموریم که سهمیه اروپایی برای ما بگیره. مثلا تموم شده رفت. و سهمیه اروپایی مثلا نگفتن چی، ممکنه هفتم هشتم هم برن کنفرانس لیگ که خود تیم منم اتفاقا برده و من خوشحالم، جامشو اینجام زدم. یعنی تو همین جام هست. اینجوری نیست که بخوام پنهانش کنم بگم اخه، نه خیلی هم افتخار میکنم بهش. باید ببریم. آره دیگه، چرا دست سرنوشت بوده و اون حرفو زدیم. یعنی در کانتکست صحبت جدی هم من اون حرفو راجع به یونایتد زدم. اگر در شوخی و خنده میگفتم، اگر توهین تلقی میکرد، برای من منطقی بود. ممکن بود بگه شوخی تو نپسندیدم که اونم سلیقه است. بریم سراغ تاپ کامنت بعدی. آقای مادریدیستا پلاس یا خانم مادریدیستا پلاس نمیدونم، نوشته کجاش رو دیدی تو فیفا دی بعدی قراره تو تورنمنت دبی با کیپ ورد بازی کنن. کیپ ورد من اصلا نمیدونستم، واقعا نمیدونستم همچین کشوری وجود داره.
این کپ ورد رو دیگه اصلا نمیتونی رو نقشه پیدا کنی، باید با میکروسکوپ بگری دنبالش. همچین تیم ملی داریم ما. شما صحبت کن بعد من صحبت میکنم. یه تورنمنت 4 جانبه‌ای هست در فیفا دی بعدی. تیم ملی داریم، کیپ ورد داریم. آره اومد جام جهانی فکر کنم اگر درست کجای یادم باشه، دنیاست؟ چون این فیفا آفریقا، چون این فیفا دی من اصلا حالا نشیده بودم نکردم. واسه خدا شاهد تا حالا نشیده بودم. و این تورنمنت 4 جانبه مصر هست، ازبکستان هست، ایران و کیپ ورد که 5 تا. خب 5 تا شد که داداش. 4 جانبه چوری میگه؟ مصر، ازبکستان، ایران، کیپ ورد. آها کیپ ورد یه دونه است فکر کردم 2 تا. یه کیپ یه ورد. این منوچهر هادی که یه نفره. یه اتفاق میگن چون واقعا توی صحبت ایران هم چه راجع به پرسپولیس استقلال چه تیم ملی اونقدر رسمی چیزی بیرون نمیاد، گمان زنی و پچ پچه. میگن که پیشنهاد شده به تیم ملی که اول با مصر بازی کن، بردی به برنده ازبکستان کیپ ورد برو فینال بازی بکن توی اون 4 جانبه چیز. که اینا گفتن نه ما میخوایم با مصر در فینال بازی بکنیم که اونور مصر با ازبکستان قرار بازی بکنه، ایران با کیپ ورد. خب ایران از کجا معلوم کیپ ورد رو ببره؟ اصلا از کجا ازبکستان اونور نبره؟ و ایران و ازبکستان 37 بار در سال با هم بازی میکنه. این همیشه یه بار دیگه. منم که بچه‌ها نظرمو میدونید دیگه الان، ولی چه آب پاکی ریختم رو دست اون بنده خدایی که گفت راجبه طارمی و من کل فوتبال ایران رو زیر سوال بردم. امیدوارم از همینجا دعا میکنم ایران تو همین تورنمنت 4 جانبه‌ای که داره بازی میکنه تو دور اولش حذف بشه، پرگل هم ببازه. اصلا مهمم نیست واقعا، یعنی یه جوریه فضا که واقعا همیشه رها شده دیگه، مثل باقی چیزایی که رها شده. خدا شاهده اینو جدی دارم میگم، حالا من کاری به این ندارم. بابا یه سال در این فوتبال ایرانو ببندید، این پولو بدید به بقیه رشته‌ها، خدا شاهده تو هر تورنمنتی برن اینا مدال میگیرن. به قرآن جدی دارم میگم. چرا بقیه رشته‌ها تو همین فوتبال برید استادیوم بسازید، برید کمپ تمرینی بسازید. خب من الان به یه نتیجه رسیدم که اگه من بودم استادیوم رو هم درشو می‌بستم. حاجی اینا واقعا لیاقتشون بازی تو کوچه است. حالا بحث چمن هم خودش مافیا پیدا کرده دیگه. 60 میلیارد 70 میلیارد 100 میلیارد خرج چمن میکنن. چمن کار نداره. سال بعدش دونه‌شو میارم میپاچم یه کارگر میارم بذرایی که ما کاشتیم. سال بعدش دوباره نیاز به 50 میلیارد جدیده. حالا چرا و کی این وسط میخورن که دیگه خدا داره. چمن برنابئو که جمع میشه میره پایین اینجوری اینقدر هزینه نداره. مطمئنی چمن میخوام بکارن؟ جدی دارم. تو چمن چرا 50 میلیارد؟ که سالی 50 60 میلیارد دارن خرج میزنن رو دست تیم‌ها دیگه. عجیب غریبه واقعا. من یه خبری خوندم که آقا اینا اومدن برای آبیاری یه چمنی آب دریاچه رو برداشتن کشیدن. آزادی. بعد دریاچه باکتری داشته، چمن رو به فاک داده، نابود شده. بعد از اون طرف آب دریاچه هم ریخته پایین، رفته پایین، سطحش رفته پایین دیگه. تیم ملی قایقرانی و فلان و بیسان نمیتونن اونجا قایق به کف آسفالت داره. برن تو استخر تمرین. اگر آقا رفتید استخر محلتون دیدید قایق تو استخره، بدونید بر بچهای تیم ملی قایقرانی هست. چون آب دریاچه را زدید داشته باشن یا نه مهمه. ممکنه پارو هم نداشته باشن، ادای پارو زدن رو بخوام در بیارن تو. یعنی اصلا عجیب غریبه. یعنی میگم این ماجرا من نمیدونم. من فقط میدونم که به خدا قسم چند تا از این مامورای زحمتکش شهرداری و بیاری اینا به قرآن من دارم میبینم مثلا فلکه میدون آدم میبینه چمنش کیف میکنه آدم بابا بیاری به قرآن جدی دارم میگم 1/10 اینو بدید براتون چمن میکنن، هفته بعد بهتون تحویل میدن. خنده دارش اینه در شمال که طلا دارید میکارید اونجا لعنت شمال که از وسط سنگ یا وسط سیمان اونجا هم چمن نداریم. اونجا مایلن به سمت چمن مصنوعی اصلا که حوصله ندارن کلا دیگه، مثل باقیش. ببین واقعیت اگه جدی دارم میگم اینا که حال و حوصله چمن کاشتن درست حسابی ندارن، آسفالت بکنن، از این هاکی رو یخ چیه لباساشون خیلی گنده است، اونا تن فوتبالیستا بکنن که خوردن زمین زانوانوهاشون سله نبنده. باور پرسپولیس که تقریبا فکر کنم تو تخطیطش رو آسفالت بازی میکرد، تو پارک بازی میکرد چمن بهتری داشت. و ما تحلیل همین بازی رو من در توپ شناس رفتم، یعنی سختی های دیگه اینا. بذار اینو بگیم بعد برات جدی تحلیلش چجوری بود، چیکار کردم؟ بگو من میخوام بدونم. خوب بازی کردن دو تا تیم؟
ببین واقعا فوتبال شکل دادن فوتبال خیلی سخته و تو سر همین چند تا پاس میدن؟ یعنی میانگینن چقدر میدن؟ 2 تا 3 تا؟ تیمای خوبمون بین 300 400 در طول بازی، تیمای پایینتر 100 خورده 200 تا، ولی خب پاس داریم تا پاس دیگه. یعنی دوش پاست منظورم درست حسابی که گردش بیاره، نه اینکه پاسی که به عمد بدی تو خط دفاعی گرد نمیخوره. این یکی از علامت سوالاست برای خود من، کاری به بقیه هم ندارم، که مربی علمش نمیرسه، بازیکنه توانشو نداره، یا زمینه اجازه نمیده طرف فوتبال بازی بکنه. زمینه رو قبول ندارم. امروز داشتم کلیپ میدیدم از چند تا بازیکنای فوتبال دهه 1990 و اینا، مچ پای گاف توش میپیچه، جوری داره برات دریبل میزنه باور نکردنی. دوش بعد یه چیزی هم خودت داشته باشی. خب اینا داشت تو جام جهانی و جام ملت‌ها هم میرن بازی میکنن، کدومشون 2 تا دریبل بلدن بزنن؟ آره خب اینا حرفیه. تا اونجا که من یادمه دریبل زن تو ایران یکی علی کریمی بود، یکی نمیدونم نوید کیا خوب دریبل میزد، جباری تو استقلال خوب دریبل میزد. من اینا رو منصور شجاعی بود. آره منصوریان، مسعود شجاعی هم آره، من یه ذره ازش بازی دید. بقیه دیگه کس دریبل زن نداشته ایران داشته. حالا الان قائدی و اینا هستن ولی میفهمم منظورت. یعنی میخوام میگم علاوه کیفی هم اینا خودشون مشخص افت کردن آجی. حتما اصلا اون که بحثی توش نیست. شک اینا تو چمن خوب میرن هفته میخورن تو آسیا. چمن خوبم براشون آخه ضرر داره. یعنی اگه همون چمن بد بود استقلال 3 تا گل خورده بود تو اون بازی. با احترام طرفدار استقلال، پرسپولیس هم همونه، فرق نمیکنه. آره متوجهم. من پرسپولیسی نیستم میخوام بهتون تیکه بنزم. یعنی واقعا چمن بد بود به نظرم استقلال 2 تا میخورد 3 تا میخورد بهتر بود براش. ولی خب میگم این حالت کلا فوتبال ایران پکیجش که همه سرشونو کردن تو برف. روسیه 2-1 ایران میبره، میگن روسیه به جز 2 تا گل کاری نکرد. روسیه مگه تو فوتبال هنوز هستش؟ چون شنیدم تحریم محریمش کردن. لیگ خودش هست با رفقاش، لیگ خودش نه ملی. یعنی با ونزوئلا فقط بازی میکنه؟ آره دیگه با رفقای خودش. بولیوی ایران. ببندیم آقا ببندیم. تمومش کن. این بازی کثیف تمومش کن. آقا بریم. حسین کار نداری بریم. من واقعا نمیتونم دید جلو خودمو بگیرم. نه دیگه برنامه به گنگ کشیده میشه. آره منتظر بخش آجی من یه بار بیار فوتبال ایران. جدی یه ویدیو درست میکنم بیاری بذار فوش بدم. نظری فایده نداره. بعد آزاد باشم. خیال راحت اصلا نمیشه. دمتم. یه لحظه بچه‌هایی که دیدن جان من به اون چرخه دریاچه و چمن فکر کنید. شما اصلا به این فکر بکنید که اسپانسر یک سالی چند سال پیش اسپانسر از استقلال طلبکار بود. مگه میشه؟ دیگه میگم خیلی چیزایی نشد. نیست همون مگه اسپانسر پول بده دیگه. اصلا عجیب غریبه فوتبال ایران. آخ خداست. یعنی اگر فوتبال ایران رو من دنبال می‌کردم خدا شاهده یک کانال می‌زدم تو یوتیوب، روزی 3 تا ویدیو توش می‌ذاشتم. کشش داره، جدی دارم میگم. روزی 3 تا ویدیو درست می‌کردم. بغل هر ویدیو می‌زدم مثبت 18. هم طرفدار استقلال حال می‌کردم، دعوتت می‌کنم بیاد به جفتشون فوش میدادم. یعنی از بالا تا پایین من مطمئنم طرفداراشون هم درکم می‌کردن. ببین چی نمیگفتن به خدا. آره خیلی جوکه کلا. آقا دمت گرم که اومدی. کلی هم آخرش خندیدیم و بچه‌ها مراقب خودتون باشید. ما بریم دیگه تا بیشتر از این من گند نزدم. بریم دیگه. شب و روز خوش. خدا نگهدار.